السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، هموطنان ارجمند، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. برنامه‌ای که فردای خود را در اینجا مشورت میکنیم. برنامه‌ای که برای ساختن فردای خود در اینجا بحث ها می شود. برنامه‌ای که در این برنامه ایده ها، اندیشه ها گفته می شوند تا اینکه فردای تاجیکستان از امروزش بهتر باشد. و با امید اینکه امروز هم در این برنامه ما به خاطر از امروز دیده فردای خود را خوبتر و بهتر ساختن مشورت و مصلحت میکنیم، برنامه را آغاز میکنم. تماشاگران عزیز و گرامی، امروز یک روز مخصوص است، چنانه که همگان میدانیم. برنامه فردای تاجیکستان هر روز یک شنبه می شود و امروز یک شنبه به روز ایدی وحدت ملی راست آمد. راستی تا چه اندازه این ایدی وحدت است، واقعیاً وحدت آفر است و تا چه اندازه ملی است، در این برنامه گفت و شنید خواهم کرد. تماشاگران عزیز، برنامه ما همزمان در رادیوی پیام در پخش آنلاینی است. کسانی که فرصتی از یوتیوب تماشا کردن را ندارید، خصوصا مهاجرانی که در سر کار هستید، در ساختمان هستید و نمیتوانید هم خشت را نگاه کنید، هم ساختمان را نگاه کنید و هم ما را نگاه کنید، برایتان یک گوشی یا ناوشنیک بسنده است و ضمیمه رادیوی پیام را از پلی مارکت یا اپ استور به تلفنتان نصب کنید و برابر پخش کردن تگمه رادیوی پیام شما می توانید ما را هم گوش کنید و هم از پای کار خودتان شوید. و همچنین وبگاه رادیوی پیام دسترس است، رادیو پیام نقطه نت. در گوگل، یاندکس، هر جای می توانید بزنید. در حال شما سایت خردکک رادیوی پیام را دریافت میکنید و برابر پخش تگمه پلی شما در حال ما را گوش میکنید و ما به شما دسترس میشویم و همین طور شما هم کار خود را پیش میبرید، از کارتان نمیمونید و هم در پخش آنلاینی ما را میشنوید و حتی میتوانید با استفاده از رقم‌های ما به ما زنگ بزنید و در برنامه شرکت کنید. و کسانی که نه از رادیو و نه از یوتیوب نمیتوانید تماشا کنید و ترافیک اینترنتی ندارید، ما حالا در خانه شما میتوانیم توسط تلویزیون شما همراه شما باشیم. شما میتوانید توسط ماهواره ایتلسات 7B برنامه تلویزیونی ما این برنامه فردای تاجیکستان را تماشا کنید و حالا برنامه فردای تاجیکستان در شبکه ماهواره پیام تیوی توسط ماهواره ایتلسات 7B پخش شده است و کسانی که این شرایط را ندارید که از یوتیوب تماشا کنید، مرحمت، شما می توانید از تلویزیون تماشا کنید، البته توسط ماهواره. و کسانی که اینجا هستید و میخواهید بیشتر ما را تماشا کنند و بیشتر به این بحث ما همراه باشند، بیشتر نفران برای فردای خوب تاجیکستان، برای فردای گوگل شکوفان تاجیکستان مشورت و بحث داشته باشیم، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید. خواهش میکنم به این کانال ما آبونه شوید. خواهش میکنم تگمه زنگوله را پخش کنید تا اینکه بیشتر نفران به این بحث آینده ساز ما همراه شوند و با هم درباره ساختن آینده کشور صحبت کنیم، برای پیشرفت و ترقیات وطنمان مشورت کنیم. و با همین التماس و با همین خواهش و با همین پیشنهادهای خود برنامه را آغاز میکنم. تماشاگران عزیز، امروز برنامه ما ایدی وحدت و پراکندگی ملت است. در همین باره صحبت میکنیم. برای چی من برنامه را ایدی وحدت و پراکندگی ملت گفتم؟ برای اینکه وقتی ملت
پراکنده است، این خودش زید به مضمون وحدت است. وقتی که ملت به هم آمده است، حتی نه ملت، حتی یک عائله در تاجیکستان نمی‌یابد که یک عائله را در تاجیکستان نمی‌یابد که پر در داخل تاجیکستان باشد. حتی وحدت عائلوی نیست، به همایی و وحدت عائلوی نیست. اگر گوییم که به همایی این همه بدل هاست، هرچند با چشم دور هستیم با دل نزدیک هستیم، می‌بینیم که با دل هم نزدیک نیستیم. و ایده هم میگویند که برای دیدن وحدت ملی تنها کافی است که از تریزه خانه یک بار به کوچه نگاه کنی. از تریزه خانه وقتی به کوچه نگاه میکنی، اینها در نظر دارند که همه را میبینی، هیچ جا جنگ نیست، جدال نیست، خرخشه نیست، همین را وحدت جلوه دادن میخواهند. لیکن از تریزه خانه وقتی که به کوچه مینگری، اکثریت را میبینی که یکی بی پدر است، یکی بی مادر است، یکی بی فرزند است. یگان نفر را پر با هم نمیبینی. و حتی به استراحتگاه ها، به باغ‌های استراحتی وقتی میروی، کودکان پدر خود را در برشان ندارند، یا مادر خود را در برشان ندارند، یا برادر خود را در برشان ندارند. برادر، پدر، مادر اینها در کجایند؟ در سرسانی، در پراکندگی. حتی ملت اون طرف استاد، عائله ها پراکنده اند. در یک عائله حتی سرجمعی را نمیبینی. در همین حالت، در همین وضعیت ما امروز ایدی وحدت جشن میگیریم. ایدی که ما را زیاده از 20 سال این طرف به هم نآورد. برعکس، بعد امضای سازشنامه صلح باز هم پراکندگی به میان آمد. باز هم مردم پراکنده شوی را سر کرد. آهسته آهسته امید به این که در تاجیکستان نان مییابد، در تاجیکستان زندگیش میگذارد، در تاجیکستان خوشبخت میشود، آهسته آهسته این امید دارد روز به روز از بین میرود. و آهسته آهسته دارند نفران پیدا میشوند که این را همچون وحدت جلوه بدهند. نفران پیدا میشوند که این را همچون به همایی جلوه بدهند. نفران پیدا هم میشوند که این همه پراکندگی ها را به همایی نشان بدهند. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، ما در همین باره میگوییم شاید ما خطا میاندیشیم که به همایی را پراکندگی میدانیم. ببخشید. شاید ما خطا میاندیشیم که وحدت در جای خودش است، وحدت ملی وجود دارد و ما این را نادیده میگیریم. انا برای همین هم امروز تماشابینان عزیز، هر نفری که به استودیو میپیوندید تا اینکه سخنرانی کرده باشید، تا اینکه فکر و اندیشه های خود را گفته باشید، هر آن کسی که میخواهید از توسط واتساپ یا که ایما زنگ بزنید، یک خواهش پیشکی من این است. خواهش میکنم بدون تحقیر، خواهش میکنم بدون آنکه یکدیگر را تحقیر کرده باشیم و دور از واقعیت صحبت کرده باشیم، بیایید واقع بینانه در اینجا بحث کنیم، در اینجا صحبت کنیم تا اینکه سهم برای آینده خوب تاجیکستان گذاشته باشیم، سهم برای به همایی گذاشته باشیم، سهم برای وحدت ملی گذاشته باشیم. انا برای همین هم از یک و یک شما تماشابینان عزیز احتراماً خواهش میکنم وقت سخنرانی واقع بینانه حرف زنید، با دلیل حرف زنید و از دلیل دور نباشید. چه مخالف هستید چه موافق. برای ما امروز مخالف بودن موافق بودن مهم نیست. به ما از همه مهم به هم آمدن است. در بعضی از منفعت‌های، در اکثر وقت در منفعت‌های ملی باید ما به هم موافق باشیم، به هم بیاییم. هر جا که منفعت ملی است آنجا باید ملت موافق مخالف نداشته باشد. ملت باید متحد باشد آنجایی که منفعت ملی است. و همین
اگر ما کرده توانیم، واقعا ما میتوانیم کشورمان را پیش ببریم، کشورمان ترقی کند، گل گل بشکفد، ما از پراکندگی نجات بیابیم. همان زمان که همان حالتی که ما در منفعت های ملی با هم متحد میشویم. حالا ببینید تماشابینان عزیز، ایده هستند که منفعت های ملی را در منفعت های یک گروه میبینند و میخواهند که در همین منفعت های یک گروه تمام ملت متحد شود. میخواهند که در منفعت های یک گروه مخصوص تمام ملت متحد شود و همین را وحدت ملی عنوان کردن میخواهند. ببینید وقتی که شکایت می شود، وقتی که نگرانی از آن می شود که دار و مدار کشور به یغما رفته ایستاده است، دار و مدار کشور از هم بر هم داده شده ایستاده است و به بیگانگان داده شده ایستاده است و در حال دار و مدار کشور بایگری های کشور از آن یک گروه شده ایستاده است که مردم کشور برای یک برده اینان گرد جهان می گردند، برای یک برده اینان حتی یافتگی های هموطنان ما به زمستان گذرانی نمی رسد، در حالی که یک گروه معین برای 100 ساله های خود از حساب مالکیت های دولتی، از حساب ثروت های ملی برای 100 ساله های خود ذخیره جمع کردند. این در حالی است که مردم گرد جهان میگردد برای یک برده اینان حتی برای زمستان گذرانیش مبلغ جمع آورده نمیتواند. در همین حال خودی همین حالت واقعی امروزی کشور نشانگری آن است که ما وحدت ملی نداریم. وقتی که یک گروه معین برای 100 ساله ها ثروت های کشور را به یغما میبرد، برای 100 ساله هایش علاقه جمع کرده است، به یغما برده است، به خارج برده است و اکثریت نفران ملت سرسان و سرگردان هستند، این نمیتواند وحدت ملی باشد. حالا چند نفر به ما پیوستند، آنها را انتظار نکنیم، بگذار آنها سخنرانی کنند و در رفته برنامه گفتنی ها را گفته رفتن بگیریم. نفرانی که به ما پیوستند بفرمایید. الو عبدول. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم و برکاته. برادر عزیز، تلفنتان یک طرفه ایستاده است، خواهش میکنم درست کنید و با بخشش کلام فرمود جواب دادن نمیتونیم. معلش برادر عزیز بفرمایید. انا چی گفتنی هستم برای این وحدت ملی، برای چخیره که وحدت باید شود. من در یک چی حیرانم، من خودم فهمیشم نیستونه که یک کار از در اینجا ده، یک همه آدمایی که صلح کردن و کوشش کردن که صلح شود، برای چی که در همه وحدت ملی تنها یک طرف است، طرف دیگرش نیست. برای چی؟ برای چی که آخر جنگ برادر کشی بود، دو طرف بود، یکی کشورهای سوم و چهارم دخالت کردند و یکی دو طرف بود. برای چی که حوض همه وحدت و همه گپ و خبر توی تماشا و فکر من فقط از جانب یک خاندان است. یک خاندان وحدت کرد و با کی کرد وحدت چخیل کرد، همه را بر ضد خودش بچه خودش متحد کرده شده. هم برای یک کار دیگه هست که قهرمان ملت تاجیک چخیل اگر در جنگ برادر کشی باز قهرمان ملت تاجیک شدنش ممکن. برای چی؟ آیا نخواه یگان نفر در امور جمهوری تاجیکستان پیدا نشود که یگان آدم کم ترک شورما کش زیاد که همین کار کردن غلط است. وحدت گفت من از در دوام 28-30 سال در دوام 30 سال وحدت چی دیگرگونی کرد. در سالهای 95 97 98 مهاجرت 500 800 1 میلیون هم نبود، حوضی زیاده از 2 میلیون است.
با فکر من 1 میلیون همه یا ممکن کم زنها تشکیل میکنن. همین است یا وحدت؟ علیکم السلام. تمام کرده استخارتون رو برادر عزیز؟ بله. ببینید بسیار در خارج همین ایدی وحدتی ما رو مسخره میگیرن. امام علی رحمان با این دستش صلح کرده است. دیگر این حال دیگر دست در وحدت آفرینی وجود ندارد. همین یک نفری تنها با خودش چگونه میتواند وحدت بکند، چگونه میتواند صلح بیاورد، چگونه میتواند صلح بیاورد. برای همین هم در خود همین جا الکی به وحدت ملی توف کردن از جانب مقامات کشور، وحدت ملی رو نادیده گرفتن و عموما یک قشر معینی جامعه را در آفرینش صلح نادیده گرفتن، این خود یک خیانت بزرگ است. اما من تو به این حالی که چند مقاله ها و چند نوشته های بزرگان، تحلیلگران، سیاستمداران، سیاست شناسان کشور را در همین باره مطالعه کردم. ایده این را تجارت دو طرف عنوان کردند. ایده هم گفتند که دیگه نمی شود این را به همین فقط دو جانبی جنگ برادرکشی تاجیکستان ربط داد، چون که اکثریت اهالی کشور حالا به این جنگ ربط ندارند و باید وحدت ملی گفته ما دیگر به او جنگ ها اشاره نکنیم، او جنگ های دیگر نام نگیریم، چون که اگر مثلا گریم اکثریت اهالی کشور اگر تا 40 ساله باشند، امروزه 40 ساله ها آن وقت تصور کنید که 16 ساله بودند میگویند و اون 16 ساله ها دیگر به او جنگ دخلی نداشتند و 60-70% اهالی کشور که امروز در تاجیکستان زندگی میکنند یا که شهروند تاجیکستان هستند، نفران اهل او جنگ نیستند، زمان جنگ نیستند. برای همین به 70% اهالی کشور این جنگ ربطی ندارد و درباره با گروه کشی هایی که امروز شده ایستاده است بین هم مخالفین و هم حکومت امروزه، این مردم دخل ندارد. مردم را سرش را چرخ نزنانید، مردم را به طرف کشی نکنید که این هم سبب می شود بعد از بین رفتن وحدت. میگویم از یک جهت نگاه کنیم بسیار حرف خوب است، بسیار درست است. از جهت دیگر نگاه کنیم این نظر فریبی است. یعنی با همین حرف میخواهند که اهمیت صلح تاجیکان، اهمیت به همایی، اهمیت از خودگذشتگی های نفرانی که از خود گذشتند و خواستند این ملت دیگر رو به تنجی بیارد، امانی و آسایشتگی داشتگی باشد و تمام از خودگذشتگی ها را به کار بردند و نهایت این وحدت به میان آمد و نهایت تنجی و امانی و آسایشتگی در تاجیکستان حکم فرما شد. و اگر امروز به این روندی که درست است تنجی امانی آسایشتگی است، شما تصور کنید تنجی امانی آسایشتگی از کجا است؟ از همان جایی است که یک جانب صلح به همه آن وعده و به همه آن طلبات های صلح پابرجا ایستاده است و از خودگذشتگی هایش را باز هم ادامه داده ایستاده است. تصور کنید شما حالا در تاجیکستان کشتن ها از بین نرفته است، سوختن ها از بین نرفته است، زندان کنی ها از بین نرفته است، تهمت کنی ها از بین نرفته است. همان چیزی که سبب هایی که جنگ را به میان آورد همان برعکس 10 برابر و 100 برابرش ادامه دارد. اگر بعضی حرف های جزئی
بعضی تلاش های جزئی اگر آن زمان ها جنگ را به میان آورده باشد، حالا کوشش هایی که برای نابودی ملت شده ایستاده است، برای از بین بردن ملت شده ایستاده است، برای از بین بردن زبان شده ایستاده است، برای سرخم کردن ملت شده ایستاده است، 10 برابر زمان جنگ است. لیکن جنگ نشده ایستاده است. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه جانب دیگری که برای صلح دست داده است به همان وعده، به همان طلبات های صلح پابرجا ایستاده است. اگر شما تصور کنید که یک جانب دیگری صلحی که دست داده است، دست صلح داده است، اما این گونه فشار و تعقیب ها یکی به سرش آمده ایستاده است، تاب نآورد و سر بلند کرد و باز به خشونت دست زد، چه جای صلح میماند؟ هیچ جای صلح نمیماند. برای همین ایده هم این دعوا را دارند که و حق بر جانبشان هست که میگویند که صلح این مال ملت است، به امام علی الرحمن، به رژیم امام علی الرحمن، به حکومت امروزی تاجیکستان هیچ ربطی ندارد، چون که یگان سیاست صلح‌خواهانه، یگان سیاست صلح‌پرورانه و یگان سیاست وحدت آور در تاجیکستان تا حال پیاده نشده است. اگر سیاست وحدت آور، سیاست صلح‌پرور در تاجیکستان پیاده میشد، امروز مردم به پراکندگی رو نمی آورد. امروز مردم در روی جهان پراکنده نمیشد. از تعقیب سیاسی، از فشار اقتصادی، از فشار اجتماعی، از نبودن جای کار و همه رو انگشت شمار کرده رفتن میگیریم، آخر ندارد، مردم را پراکنده کرده است. و این نشانگری چی است؟ این نشانگری آن است که سیاست امروزه برخلاف وحدت است. و نفرانی که میگویند از تریزه خانه‌ات نگاه کنی وحدت را میبینی، به دیگران نیز اجازه بدهند که این حرفا را بگوییم. برای همین هم برادر عزیز، امروز صلح را یک جانبه، یک دسته نشان دادن، انعکاس کردن نتیجه صلح را، این همان شکستن صلح است، این همان خودبینی است، این همان منمنی است، این همان است که فکر نمی کند که اگر جانب دیگری صلح را نادیده گیرد، صلحی که به میان آمده است قدر و قیمت خود را گم می کند. آهسته آهسته وقتی که صلح گفته شد، صلح در نتیجه چی به میان میآید؟ در نتیجه یک زور پیروز و یک مغلوب به میان نمی بیاید. صلح در نتیجه دو قوه بزرگ که نهایت مبارزه خود را در نابودی میبینند، به نتیجه میبینند، به صلح میبیایند. دو قوه بزرگ و در این قوه ها یکی پرزور و پیروز، دیگر مغلوب و ضعیف نیست. صلح را همان زمان میکنند که هر دو قوه نیز به قوه یکدیگر باور دارند. و امروز ببینید امام علی الرحمن جمهوری تاجیکستان و کماندش حکومت تاجیکستان خود را پیروز جنگ می حسابند، خود را اهل صلح نه، صلح آفر نه، خود را پیروز جنگ می دانند. بنابراین همیشه این طول 24 سال است که کوشش میکنند که طرف دیگری صلح را بدنام کنند، پشت پنجره زندان کنند. یعنی سوء استفاده از جایگاه، سوء استفاده از این که حکومت در دستش است. برادر شوکت جان، ممکن باشه یادت چیزی اضافه کنم؟ بخشش اگر اجازه باشه. من از اما وحدت ملی برای چی که من همه شب روز عصبم ویران شدم، مونده شدگی هست که برای چی که استاد سید عبدالله نوری را یک بار نام وی را نمیگیرم. ویم در این کار سهم کوشش را زیاده کرد. به برای چی نام وی را یک بار نمیگیرم؟ برای چی که
گروه اپوزیسیایی که بود باید همش زندان شد، همش کشته شد، بدغه کردن، نیست و نابود کردن. وحدت میگویند برای چی که آدم‌هایی که زندان شد میلش زن و فرزندهای باید تا حاضر آزار میبینند. چخیلی که بابای دانه یاردن کرد به آنها باید ترمه کردن به خاطر آنکه باید کمک کرد بر آدمانی که زندانی بودن به اهل بیت باید. این خیلی وحدت است. با کی وحدت کرد؟ با کی باید صلح کرد؟ با کی؟ میلش جنایتکار بود زندانی شد، میلش و فرزندی و زنی وای چی عیب دارد در این باره؟ باید محتاج به کمک هم، باید کسری است. این روز یک تاش در جراحی شد، کسری دیر نامش نمیدونم از گروه اپوزیسیا جان داد در بچه فرماده او خود میلش و زنهای وای فرزندهای وای دخترهای وای یا چی عیب دارد؟ وحدت ملی باشد. معنای وحدت چیست؟ خودش معنای وحدت من نفهمیدم. وحدت معنای چی برای این؟ متحد شدن، همدیگر رو بخشیدن، عفو کردن. اوکی کی را بخشید؟ برادرش بخشید. خوب بخشید میلش. خوب گناه کرد ترمشش میلش و زن و فرزندی وای چی عیب دارد؟ و درگاه شد، نیست نابود شد، زهر داده کشتن. و برای چی؟ باز من یک مراجعه، یک چی گویم دعوا، یک چی دارم که دیگر همه بحث و چیا در شبکه ها بحث شود از جانب ما. فقط حاضر ما باید راهی مبارزه را پیش گیریم. چه کاره انقلاب شود، چه کاره مبارزه کنیم. خوب یک سال دو سال وجه بحث و مناظره اینوای همه کار آشکار شد. یعنی که همون شوربه هم آش پخته شد، تمام شد برای برداشتن در کار. یعنی که همین کار شروع کردن در کار. در این دفاع، در این شورش البته شهید می شود، مجروح می شود، یکی عمل کردن در کار. بس از گفتن یگون چیه بدست نمی بیاید. گپ زدیم این روز عزت امان را برده محکم کردن. گپ زدیم اینش را بردن محکم کردن. گپ زدیم بایش را بردن نیز کردن. برای یک فوتبال کپ پوشاندن علاکه اینها میترسن و ای وحدت گپ میزنن. با کی وحدت میکنن؟ با کی؟ نخو یگان آدم غیر، یگان آدم از بیرون، یگان نمیدونم رئیسای دیگر دولت ها نخو همین نفهمن، نبینن که در یگان جا مراجعت کردن نمیشود که همین وحدت گفتن، صلح گفتن. با کی کرد؟ در معرکه کی ششتگی است؟ زنش، فرزندش، دخترش، نبیرش، پسرش و طرف دیگه کنی سوده. بله من حیران. و یک معرکه یا توی شوه دو طرف میرمن توی در یکی معرکه یکی جنازه در او یک طرف خودش با کی کرده شده؟ با کی توی میکندی؟ با کی؟ درست. باور کنید همین بحث و مناظره همون در شبکه با خیال من بس بودگیست. میانم محکم بسته پیش رفتن در کار، یگان کار کردن در کار تاجیکستان بود. این راه قطعی، کار قطعی دیگر نمیشود. من وحدت شد 24-25 سال حیاتی من در آسیا میروم، یک سال یک ماه بزور میستم اونجا با پریده میپویم. 24 سال خود همین 24 سال وحدت همین خیل 24 سال وحدت من در روسیه. خوب ببینید برادر عزیز، شما گفتید که این گپزنی ها رو بس کنیم به سر چی بیایم. شما نگاه کنید حالا این حکومت تاجیکستان از گپ ترسیده ایستاده است. بله بله. پس به یک اقدام های جدی ملت بیاید چیکار میکنند؟ همین از گپ ترسیدنش نشانش همین است که این حکومت جمهوری تاجیکستان به اقدام های جدی ملت تاباور نیست. نشانش همین که یعنی پیش بلا را گرفتن میخواهد.
میدوند که به اقدام های جدی ملت زورش نمیرسد چون ناحق است. البته چون ناحق است. اگر حق می بود این گونه چیزها را، یک این گونه مناسبت هایی که از طرف مخالفین شده است، بعضی از فعالان شده است، جدی نمی گرفت. لیکن همین یک فوتبال که پوشیدن و طلب آزادی یک وکیل دفاع را کردن مهاجران اینقدر هراس دارد. و ترس شفا اومد. بله راست. پس این حکومت خودش را کارناشایان میدوند و میدوند که به اقدام های از این جدیتر ملت داشت ندارد چون ناحق است. اگر ملت از این دیده بیشتر بالاتر اقدام بگیرد میدوند که در برابر ملت ایستاده نمیتواند. نابکاری هایش، کارناشایی هایش فاش می شود. روبروی ملت ایستاده نمیتواند. برای همین اینها از آن پیشگیری میکنند که ملت اقدام های جدی نگیرد. و امروز برادر عزیز شما گفتید که یک اقدام های جدی بگیریم. انا همین صحبت های من شما رو به اقدام های جدی آوردن است. اگر ما داشته باشیم، اگر این گونه مصلحت ها نداشته باشیم، اگر این گونه با هم نبیاییم، صحبت نکنیم، مشورت نکنیم، بحث نکنیم، هم تو با پراکندگی چگونه میتوانیم اقدام های جدی داشته باشیم؟ بدون مشورت، بدون بحث، بدون این گونه مباحثه ها ما نمیتوانیم با هم بیاییم و درباره اقدام های جدی مشورت کنیم. نهایت این گونه صحبت ها و نهایت این گونه مشورت ها و بحث ها با هم آمدن است، متحد شدن است و پخته رسیدن ایده های ملت ساز، ایده های آینده ساز، ایده های است که فردای تاجیکستان را میسازد. برای همین ما باید با هم صحبت کنیم. حالا برادر همینجا بماند، انشالله باز با هم صحبت میکنیم. شایف خواهش میکنم گپ زنید. سلام علیکم اکا شاوکا جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام با همه برادران مبارز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما اکا جان یک چند وقت شد دوست کلمه سری مرا همین خیلی ویران میکند، هیچ نگفتنی. یکی وحدت ملی و یکی دیگرش عدالت. همین در وطن ما همه چیز بسیار استفاده میبرند. لیکن با فهمیدگی ما، با دانستگی ما این یک تا وحدت گویم، اگر شهری وحدت در نظر داریم. عدالت گویم نام زن. دیگر یگان چیز وجود ندارد که با فهمیدگی من. آیا من درست فهمیدم یا نادرست؟ برادر عزیز درست فهمیدید. عدالت زن هم می شود. عدالت این عدالتی که عدالت می شود که به مردم با حکومت باید بدون ظلم رفتار کند و حق مردم را بدهد. این همونش نمیبینیم. همون چیزی که شما گفتن هموش همون نمیبینیم اکا. بله برادر عزیز. حالا ببینیم برادر محمد تلوزاده خوش آمدید و به این گفته های برادر چی گفتنی هستید؟ تشکر زیاد. سلام علیکم با بینندگان. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. درست میگویم برادرم که عدالت، اگرچه عدالت در این دنیا همیشه نسبی است، ولی در تاجیکستان خیلی ناعدالتی ها وجود دارد و مردم خیلی زیر ظلمند و بخصوص امروز که موضوع وحدت ملی است، در این باره میخواستم چند نقطه بگم که در تاجیکستان این وحدت ملی به این شکلی که امروز جشن گرفته می شود در نتیجه یک وحدت برای صلح و وحدت برای اون است که یک جنگ می شود، یک نزاع می شود، بالاخره در آخر صلح و وحدت می کند. ولی امروز ما می بینیم که اصلا یک طرفی صلح و وحدت اصلا وجود ندارد. همیشه رحمان رو میارن مثال که گویا که خود با خود صلح کرده باشد، خود با خود وحدت رو آورده باشد و خود با خود جنگ کرده باشد که چنین نیست. یک تبلیغات خیلی بی منطق و غلط رو پیش گرفتند. ولی ما هر واقع بینانه نظر کنیم، چنانه که شما هم اگر مشاهده کرده باشید، هر سالی که جشن وحدت
برگزار می شود یا این سنه می رسد، حتما شهروندان تاجیکستان از جنگی گذشته، از جنگی برادرکوش یا جنگ شهروندی هر شکلی که نام میبرند، از جنگ یاد میکنند. من همچو یک نسلی، ما نفرانی که نسل‌های بعد جنگی هستند، مثلا که یک نسل بزرگ که جنگ رو دیدن و جنگ کردن، صلح کردن، ولی باز هست نسل‌هایی که اصلا جنگ رو ندیدن و شاید از وحدت کم کم چیزی میگویند، یعنی از جنگ و خاطره ها در این سنه ها وقتی یکم چی میگویند از جنگ شاید چی خاطره های کوچکی داشته باشند. ولی از یعنی چی بگم، این جنگ در نتیجه همون یک چیزی اختلافی قومی و یا که منطقه‌ای شد که یعنی هر کجا به خود یک منطقه خود رو و محلگرایی میکردند و از این لحاظ. ولی امروز در نسل جوان، در نسل بعد از جنگی این وبا دیده نمیشود. ببینید به این حرف که میگویند در تاجیکستان باشه، مثلا گریم حالا درباره وحدت هر تفسیر و تحلیل کرده نشینی، همین خیلی یک بار از تریزه خونت به کوچه نگاه کنی میبینی که چی وحدت است. در همین رو شما این گپ یک سیاست شناس کشور است، همین رو شما چه خیلی میفهمیدم این گپ رو؟ البته هیچ گونه وحدت وجود ندارد. امروز خیلی حکومت با شهروندان خود در اختلاف است. من هم همین رو میخواستم توضیح دیم که یعنی این وحدت که ما میگوییم امروز جشن میگیریم، این نتیجه همون جنگی محلگرایانه بود که پیش صورت گرفت. ولی امروز در نسل جدید این بیماری محلگرایی خیلی کم دیده می شود و اصلا مردم، مثلا من از همه مناطق کشورمون دوست و رفیق دارم که خیلی دوستی صمیمی داره و اصلا در میانی ما فلانی غرمی، فلانی بدخشانی یا کلابی و خطلانی و سغدی از این حرفا اصلا میانی ما نیست. ولی این حرفا بیشتر در نسل بزرگ دیده می شود. بیشتر همون کسایی از این وحدت سخن میگویند که در آن جنگ یا شرکت کردن یا به شکل خاطره دارند. ولی امروز وحدت ملی واقعی چنانه که میگویند وجود ندارد. خود همین حالی مخالفین دلیل این است که وقتی میبینیم که بسیاری از مردم، نه تنها مخالفین، دیگر اندیشان، کسایی که یک فکر دیگر دارند، یک موقع دیگر دارند، آنها حتما سرکوب میشوند و اینجا حتما یعنی یک قطبی وجود دارد، یک خودکامگی وجود دارد. از این رو وحدت وجود ندارد در تاجیکستان. به همین خاطر من بر این نظر هستم که اصلا این جشن وحدت باید که برهم داده شود، چون هر سالی که وقت جشن وحدت جشن گرفته می شود حتما از جنگ و خونریزی و برادرکشی قبلی یاد می شود و این نسل جوانی که الان هنوز نسبت به نسل بزرگ خیلی کمتر و کمتر به این بیماری محلگرایی دچار شده است، این نسل اجازه بدهند که این نسل نو اصلا جنگ رو فراموش کند و همون گونه ای که با برادران خود، با نفران و با مثلا هم صنفان، هم کورسان و دوست و رفیقانی که در کوچه و خیابان همراه می شوند و آنها عادیانه مثلا در یک شکل بدون یک تقسیم کردن به مناطق محل زندگی خوب داشته باشند. ولی این جشن وحدت سبب شده است که همیشه مردم از آن جنگ یاد میکنند و همیشه آن خاطره های بدی که دارند آنها را یک بار دیگر ورق میزنند و باز چی بگم یک تخم کینه و نفرت را در دل مردم باز جا میکنند. ببینید به این حرف که صلح تاجیکان سازشنامه تجارتی دو گروه بود، بعد از آن که به سازش رسیدن دیگه در صلح و وحدت از خاطرها فراموش شد. و این حرفا چی میگه؟
نه تجارت اصلا فکر نکنم نبود، ولی سازشی بین دو گروه بود درست است. چون تجارت یک این خیلی یک سهمنگاره است، یعنی این گونه سطحی نظر نباید کرد. ولی اینه که یک میان دو گروه سازش شد، ولی اکثر ملت از این نه طرفدار جنگ بودن و نمیخواستند که از این جنگ ها، یعنی اکثریت ملت به هیچ طرف این نزاع تعلق نداشت. و تا جایی که این حرفا درست هم هستند که یعنی این سازش میان دو گروه بود و نتیجه این وحدت، یعنی پیامدهای این وحدت بالاخره از قرار آنها وابسته بود. یعنی امروز وقتی میبینیم که خیلی بگیم که یک جزا و پیامدهای مشخص در سازشنامه صلح درج شده نبود، از این خاطر وقتی که امروز ما میبینیم که صلح پایمال شد و هیچ گونه وحدت و صلح نمانده است و در موافق با کانستیتوسیا و قانونگذاری تاجیکستان برای کسایی که این صلح و وحدت را برهم دادن یا شکستن هیچ جزایی هم پیش بینی نشده است. از این رو میتوان گفت که این یک یعنی پیامدهای این وحدت و چنانی که پیامدهای خوب و بد هم، چنانی که ما امروز میبینیم که نتیجه وحدت بود که به اکثریت کارشناسان میگن که نتیجه این وحدت بود که تاجیکستان امروز وجود دارد، وگرنه این جنگ اندک طول میکشید شاید که اصلا جمهوری با نام تاجیکستان وجود نداشت. و این چنین باز از پیامدهای مثبت این وحدت این است که امروز تاجیکستان رشد میکنند، مردم در آسودگی اند، هیچ نباشد، در برادرکشی وجود ندارد. ولی باز پیامدهای منفی هم در آن است که یعنی یک فیشنگ های خاص مخصوصه که یعنی در اینجا البته علم سیاسی در آن وقت یعنی خیلی از علم مقصد که بسیاری ها کسانی که در این سازشنامه شرکت کردند نمیدونم چگونه بگم که یعنی شاید جهانبینی سیاسی آنها در شکل عالی شکل نگرفته بود. از این رو یک سازشنامه امضا کردند که خیلی آسان و راحت توانست یک طرف آن رو پایمال کند. یعنی به اندیشه شما در سازشنامه نقصان ها وجود داشت. بله البته حالا خوش آمدید برادر عزیز فیروز حیید. حالا یک زنگ را از واتساپ قبول میکنیم، بعد از آن برادر فیروز و دیگران را میشنویم. الو گوش میکنم شما را، بفرمایید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب ما درباره همون وحدت گفتید و کدام یک سیاستمدار چنین سخنان رو گفت است که از زیر پنجره خودتون نگاه کنید و وحدت رو میبینید. من درست همین خیلی گفت است سیاستمدار. خب من فکر خودم رو میگم که اگر وصل از قصر خودت تماشا کنی ممکن وحدت رو ببینید. قصرهای زیبا و چیز یک بار بیره 20 کیلومتر از همون دوشنبه بالاتر بیره و از پنجره یا که از تیرزه یک بیوزن یا یک کمبغل تماشا کن و وحدت رو تماشا ببین که چی معنی دارد. من فکر خصوصی من است. بله وحدت در مفکوره من، در وجودیت من این آن معنا ندارد که فلاشتوکی بلند داشتگی باشه یا که بازار کاروان داشتگی باشه، اون خانه های کوچه های پر اسفالت داشته. نه، این برای من وحدت نیست. وحدت اون است که برای این فکر خصوصی من است برادر. وحدت اون است که وقتی من کوچه میبرم خنده کودک رو میبینم و من میبینم خنده انسان رو، مثلا مادر خواهر رو میبینم که چهره کشوده دارد که او در حقیقت او در یک کشور چیز است که محتاج چیز نیست و او در حمایه است. بله حمایه یعنی که میفهم در امنیت است. امنیت نه که مثلا نشتن
واقعا یعنی که وقتی که پلیس مثلا شما در کشورهای اروپا هستید چون که من هم مثلا در اونجا هستم مثلا پلیس برای مثل یک اگر با پلیس نزدیک شدم میدونه که این همین انسان او رو حمایت میکنه. در تاجیکستان چنین نیست. افسوس در تاجیکستان پلیس رو بینند از بلا حذر گفته به نزدیکیش نرفته چشمش ندیده گذشته میرن. خیلی کن بله این چشم پلیس با اون افتاد از بله بلا حذر. بله من مثلا من ایدی وحدت گفته ایستادم مثلا وقتی که مثلا طلبه مثلا یعنی که فرزند دویده به مکتب میرد که یک جای علم بگیرد نه اونه که برود و از معلم دشنام بشنود و مادر رو وقتی که این برای من وحدت نیست. وحدت اون است که اون میرد علم بگیرد. وحدت اون است که مثلا که پیرانسالای ما مثلا وقتی که در مدت یک سال فکر میکنم که امسال ما باید کجا بریم تماشا کدام کشور بریم تماشا که اینکه آنها مثلا همون خانه پولی خانه‌نشینی که به زبان روسی بگیم پنسیا که میگیرن برای آنها چیز است. من این وحدت من میگم. وحدت این است که وقتی که ما از تاجیکستان بیرون میبریم و وقتی که ما شناسنامه ما رو ببینن که تاجیکی گفتن نمیگن که توف میکنن و زیری پا میکنن و وقتی که در دروازه سفارتخانه رو میزنی با او تو با دشنام میکنند. این برای من وحدت نیست. وحدت این است که من مثلا میدونم که پشتیبانی من دولت ایستاده است. این وحدت است. وحدت اون نیست که مثلا وحدت اون نیست که مخالفین مثلا در دیگر کشورها بشن عذاب بکشن در عذاب ولی تمام به خاطر که به این سیاست راضی نیست باید به دیگر کشور پناه ببرد از شر حکومتش از شر همون حزبی که در سر قدرت است همون حکومتی که در سر قدرت است از شر همون یک حزب مخالف باید به خارج به یک کشور دیگر پناه ببرد. همین است وحدت. من شما یک میفهم یک مسئله میارم بعد خودتون معنی که رو میفهمید. خب یک دوست ژاپنی دارم پس که از سفر کاریم با ژاپن رفته بودم بعد همین صحبت کوی بحثی کردیم بعد در یک چیز گفت که بعد درباره همین یک نواری بود که در اون پایان پارلمان دارن کو پارلمانت بعد نشون داد که اونها همین مشت طلقت میزنن. من برای من یک وحشت بود. من مردم ژاپنی بهت مردمی یک بتربیان بدرجاش تربیت. من گفتم این چیه؟ شما حیوان هستید؟ گفتن من گفتم من نمیدونم گفت حیوان هستن ولی اینا نیست ولی همین آنه که تو حیوان گفتی اینها میگه قانون رو به درجه مثل شمشیر کاتانا مثل کاتانا اسم شمشیر است مثل کاتانا گفت عالی کردگه و ما گفت خوشبختیم گفت. من از حرفی گفتگیم شرم داشتم. من گفتم معذرت دیدم ولی آنها برای هر یک قانون هر یک نقطه و حرف اینا مخالفین هم برای هم دیگر از یک حزب دیگر از دیگر میبیان مشت با هم دیگری میگه سالها گپ نمیزنم میگه ولی در یک جایگی با آنها میگه اگر ما بودو در کشور ما اگر از بیرون مثلا دشمنی که با اینها یک دوستی میشن که هیچ کس این رو پیدا کردن نمیگه. بله تشکر برادر. حالا همینجا بمانید اگر خواهشی باز ادامه سخن داشته باشید. حالا ما برادر فیروز را نه من بخشش من وقت شما رو گرفتم من نویدیم بسیار خوب اگر خواهش سخن کردن داشته باشید بگذار بیستید انشالله باز یگان فکر و اندیشه های نو میگوید و من بسیار اینجا نمیخواهم که دوستانی که به ما میپیوندند تنها من شما را گوش کرده ایستند و نه بخشش من خاموش میکنم و اگر ما بوده یگم چی من میبرم برای شما مشکل نیست برادر. بگذار برادرم عزیز حرف بگم. میندارم از آن که به نهایت فکرهای جالب را ذکر کردید. برادر فیروز حید بفرمایید. سلام علیکم. تشکر زیاد برای فعال کنید برادر فیروز حید. صدایتان صدای من هست؟ صداتون خوب است بفرمایید.
салом алейкум. Ташаккури зиёд барои баргузор намудани чунин барнома, чун дар ин шабу рӯз чунин барномаҳо хеле лозим ҳастанд, мисли мо ҷавонон, чун дар давраи ҷангу сулҳ набуданду ва дар даврон набудем, хеле муҳим аст барои оне ки ҳукумати имрӯзаи Тоҷикистон дар дарсҳо ҳам, дар мактабҳо ҳам, дар телевизионҳо ҳам шабу рӯз танҳо аз як ҷониби сулҳ гап мезанаду гӯё ки сулҳро бо худшон карда бошанд. дар ин шаб рӯз ман ин барномаро хеле муҳим мешуморам, чун бояд ҷавонон бештар иштирок кунанд ва аз воқеияти ҳамон сулҳе ки гузашт бояд огоҳ бошанд. ман мехостам ки дар чунин барномаҳо аз намояндагони ҳукумат ҳам агар ки чӣ мешид иштирок мекарданду мо ҷавоно ба онҳо солҳои зиёде буд солҳое медодем, чаро онҳо мисол як ҷониби сулҳа ки дар мисол падари ман ки бисёр ҷонбозиҳо карда буд барои ин сулҳ расидан, равонаи зиндон карданд ё мухолифонро маҷбур карданд аз Тоҷикистон берун шаванд, чун як ҷониби сулҳ. хотиратон ҷамъ бошад ки онҳо агар ин қудратро медоштанд, ин тавонро медоштанд ва мадори онҳо барои шунидани сухани ғайр, сухани дигарандешон вуҷуд медошт, ҳатман ки шумо дар Аврупо набудед, ҳатман ки дар ҳамон Тоҷикистон ин саволҳоро медодед, ҷавобатонро мегирифтед. ва ҳоло ки ин қудратро ҳукумати Тоҷикистон надорад, ин қудратро надорад ки бар рӯяш як савол дода шаваду ӯ ҷавоб гуфта тавонад, барои ҳамин шумо ҷавонон ки андешаҳои озод доред ва чандин саволҳо доред, дар Аврупо ҳастед ва дур аз Тоҷикистон ҳастед, агар ин қудратро нафароне ки дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд медоштанд ки мардумро бишнаванд, мардум дига пароканда намешуд. бале, хуб қайд кардед, вале барномаҳоро тамошо мекунед, ҳамон ба ном пасвоҳое ки ҳастанд, боз чопрус ҳам ном кардааншона, ҳамоно ҳам ки иштирок мекардан, ҳадди аққал бовар дорам оно ки аз сулҳ ҳеҷ чизе хабар надоранду аз ҳамон телевизионҳо фақат тамошо кардан, ба онҳо ҳам суол ки медодем, барнома ба назари ман хеле рангинтар мешуд, чун як ҷавоне ки дар инҷа ба фикр кунем бисёри ҷавонҳое ки иштирок мекунанд дар муҳоҷиратанд, дар Аврупо ширкат доранд, ҳамон сулҳу ваҳдат мо ба онҳо мефаҳмондем ки сулҳу ваҳдат чист. Сулҳу ваҳдат танҳо ба назари ман сулҳу ваҳдат танҳо набудани ҷанг нест. Сулҳу ваҳдат озодӣ аст, асос озодӣ аст. Озодӣ, ҳар як одам бояд ҳуқуқи худшро бидонад. Мисол дар Тоҷикистон вақте ки одам аз ҳуқуқи худ ҳимоят мекунад, аз ҳуқуқи як нафари дигар ҳимоят мекунад, ба он чӣ зада мешавад? Статьяи экстремист, террорист, хоини давлат зада мешавад, равонаи зиндон мешаванд. Дар ин ҷоҳои хел нест. вақте ки сулҳу ваҳдати асосӣ дар давлатҳои аврупоӣ аст, дар дигар давлатҳо аст ки мардум аз озоданду аз ҳуқуқи худ дифоъ карда метавонанд. мо мехостем ҳамин суханҳоро ба онҳо бирасонем, агар моро тамошо мекунанд ё агар мебуданд суоле медодем. бубинед бародар Фирӯз, дар бораи фейкҳо, чопулусҳои пасвоҳо ҳоло шумо суҳбат кардед. ман дигар чанд барномаҳои охир аз гирифтани ҳамин гапҳо, яъне гуфтани фейку, чопулусу, пасвои ҳаминҳо дигар парҳез мекардагӣ шудам. медонед барои чӣ? барои идея аз ҳамин нафароне ки ҳамчун тарафдори ҳукумат баромад мекарданд, ҳукуматро ҷонибдорӣ мекарданд, мегуфтанд ки ҳукумат кори дуруст мекунад, сиёсати дуруст мекунад, бисёр мехоҳанд бо мо дар тамос бошанд. вақте ки дар тамос ҳастанд, суҳбат мекунед, баъзе вақт шабои шаб суҳбат мекунӣ, 1 соати 2 соат суҳбатҳо давом ёфта меравад, иқрор мешаванд ки дар воқеъ мо ин чизҳоро намефаҳмидем, дар воқеъ мо ин чизҳоро намедонистем. ба мо гапҳои дигар мегуфтанд. ин тарафи масъала ҳам вуҷуд доштааст. бародар, узри беадад, ман ин тарафро намедонистам. баъзе аз гапҳое ки гуфта шуд дар ҳаққатон, онҳо ҳатто сабчениҳо вуҷуд дорад, паёмакҳо вуҷуд дорад, моро террорист гуфтагӣ ҳастанд.
با نام زن و دختر رو مادر حقارت کردگی هستن و هکذاها. همین خیلی نفران نیست وقتی که صحبت میکنیم و گوشی رو میبرداریم با صبر گوششون میکنیم و حرفایشون رو میشنویم و در نوبت خود بعضی ملاحظه های خود رو میگوییم، اونها میگویند که ما این گپ ها رو نمیدونستیم، این طرفی مسئله هم وجود داشته است. حتی شرم هم میدارند که یک طرف بینانه بسیار به مسئله ها بها میدهند. بعد از آن من بسیار پرهیز میکردگی شدم به یک نفری که جانب حکومت رو گرفته گام میزنه، چاپلوس گویم یا که فیک گویم، پاسپو گویم، چون که اون نفرها را مغشویی کردگی هستند، در مغشویی شدگی هستند، در حکومت در جای کارشان مغشویی شدگی هستند، وابسته به همون جای کارشان مغشویی شدگی هستند و تهدید هم میشوند که مثلا گریم جای کارت رو از دست میدهی یا که همه شرایط مخالفان به سر تو میبوید، تو هم زندان میشوی و هکذاها. و اکثریتشان نامشان پیش ما محفوظ است و ما آشکار نمیکنیم آنها را. لیکن ببینید در این شبهای روز همین نفرانی که جانب حکومت را گرفته گام میزنند خیلی کم شدگی هستند. به خاطر چی؟ به خاطر آن که این طرف مسئله را اکثریتشان درک کرده ایستادند که حکومت گفت روسا نپرو است، حکومت نادرست است، سیاستش کارناشایان است، سیاستش نادرست است. همین نفرانی که ما با آنها چگونه یک نفر میتوند که سیاه را سفید بگوید و حقانه درست است که همین سیاه سفید است گفته ایستا شر نکرده گفته حیران میشدیم. اما او بیچاره همون سفیدی رو نشان نمیدادند، فقط همین سیاه این طرف، همون سفید اون طرف. برای حکومت جمهوری تاجیکستان دیگر رنگ وجود ندارد، خودش سفید مقابلش سیاه، تمام. بله، بعضی از اونها را فهمیده می شود چون قدم‌های غالبیت، چون بعضی آنها را چرا می شود فهمید؟ چون در مکتب ها، در تلویزیون ها فقط از یک طرف گفته می شود، در تلویزیون ها چون رسانه های آزاد که وجود ندارند، در تلویزیون ها فقط پرزیدنت را نشان میدهند، چگونه گویا پیشروی ها شده ایستاده است، چگونه یک مغازه‌ای که سال گذشته شده بود باز امسال آمده شده ایستاده است و همه مردم همین چیزا را میبینند و فکر میکنند که در حقیقت عالم گل شکوفان است و تنجی و امانی و صلح و وحدت و آزادی است. همه میشود بعضی آنها را فهمیده. وقتی حالا تشکر به شما برادر عزیز فیروز حیات، همینجا باقی بمانید، ان شاءالله با صحبت میکنیم. یک برادر الهام جان یعقوبوف، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان، به برنامه فیض آوردید. حالا ان شاءالله به شما سخن میدهیم و پیش از شما یک نفر با نام پاتریوت اینجا آمدگی هستند، آن کس سخن کنند. بعد از این کس یعقوب جان، الهام جان یعقوبوف و بعد از آن به واتساپ برمیگردیم. اگر اجازه میدید من صحبت میکردم، به خاطر آنکه همین تلفن من یک مشکلی دارد که وارد شدم دیگه، شاید که گپ زدن نتونم. برادر پاتریوت با حضور بی عدد خواهش می‌کنم. برادر پاتریوت شما. برادر الهام جان بفرمایید. سلامت باشید. سلام علیکم برادران عزیز، شوکت جان گرامی، محمد جان، فیروز و دیگرانی که این برادران ما و دوستان ما هستند. من سلام علیکم میگم برای هر یک شما و ببینندگان شما. من میخواستم چند اندیشه هم رو بگویم، ولی حالا یک اندیشه رو میگویم و بعد از اونی که پاتریوت برادر عزیز صحبت کرد من ان شاء الله با وارد خواهم شد. اندیشه من این است که در تاجیکستان من شما نه آزادی هست، نه حقوق بنیادی هست، نه وحدت هست و حتی نه استقلالیت هست. چرا؟ به خاطر آنکه این عملا من اثبات هم خواهم کرد. به خاطر آنکه هر کسی که نیاز به یک چیز دارد آن را بیشتر تلفظ میکند. انسان گرسنه همیشه در طلب نان است و همیشه در زبانش نان است. انسان تشنه در زبانش آب است. همیشه در تاجیکستان ما وحدت، استقلالیت، آزادی، خیلی این مفهوم ها برای همه معلوم است و خیلی تلفظ زیاد میکنند. خیلی در شعارها، در تلویزیون ها شما شبورود این چیزها رو میشنوید. وقتی که انسان نیاز به یک چیز دارد اینها رو بیشتر تلفظ میکند. به خاطر همین در تاجیکستان هر کسی که رو اگر میپرسید میگوید که دولت ما دولت دموکراتی، آزاد و استقلال، صاحب استقلال و چی حقوق بنیاد این چیزا. هر کسی که رو میپرسد بیشتر انسان میدوند که تاجیکستان چگونه
یعنی که کشور است، یعنی که میگوید همون چیزی که در پرینسیپ سرقانون آمده است، تاجیکستان یک کشور آزاد و دموکراتی و صاحب استقلال و حقوق بنیاد و دنیوی است. این تقریبا 70-80% مردم تاجیکستان میدونند. به خاطر آنکه همیشه در تاجیکستان این چیز را تکرار میکنند و این را الکی میدونند، یعنی که هر کسی که نیاز به یک چیز دارد آن را بیشتر تلفظ میکند و وحدت ما هم نیست، وجود ندارد، به خاطر آنکه ما بیشتر این را تلفظ میکنیم و نیاز به وحدت داریم و همیشه این را در تلویزیون و در برنامه همیشه نشان میدیم. نگاه کنید، در اروپا، در تمام کشورهای دنیا وحدت است، صلح است، آرامی است، ولی در این کشورها نه در برنامه‌های خود نه در بین مردم چنین تبلیغات نمیگذارند که کشور ما وحدت دارد، کشور ما صلح دارد، کشور ما آرام است، کشور ما پیشرفت است، کشور ما صاحب استقلال است، کشور ما دموکراتی است. این حرفا رو شما در اروپا، در کشورهای پیشرفته نمیشنوید، چون که نیاز به این ندارد، چون که عملا مردم این چیز را میبیند، عملا میبیند که کشورش پیشرفت دارد، کشورش حقوق مردم پایمال نمیشود، کشور آزاد است، کشور صاحب استقلال است. وقتی که در تاجیکستان عملا این چیز وجود ندارد، همیشه در برنامه‌های خود، همیشه در تبلیغات‌های خود همین کلمه ها رو تلفظ میکنند، چون نیاز دارد. چیزی که من گفتم، انسانی که تشنه است همیشه در طلب آب است و همیشه در زبانش آب است و هر کسی که گرسنه است در زبانش نان است. همین طور تاجیکستان ما هم گرسنه وحدت است، تاجیکستان من شما گرسنه آزادی است، تاجیکستان من شما گرسنه حقوق بنیادی است، تاجیکستان من شما گرسنه دموکراتی است و به خاطر همین که گرسنه است همیشه این را استفاده میبرند. اگر گرسنه نمیبردند و اگر واقعا تاجیکستان آزاد میبود و وحدت میبود و صلح و آرامی و تنجی و امنیت میبود، این کلمه رو هرگز استفاده نمیبردند، چون مردم با چشم خود میدید، چون مردم خود احساس میکرد و تبلیغات کردن و گفتن و به مردم به مغز سری آنها وارد کردن این کلمه تماما در کار هم نبود. به خاطر همین این چیز خودش اثبات میکند که در تاجیکستان این چیزها وجود ندارد و این اندیشه اولی من است و من بعد از آن که پاتریوت انشالله وارد شد و حرفای خودش رو گفت، من در دیگر تلفن این رو گوش میکنم و بعدتر وارد میشم و سخن خود یا اندیشه دویم خود رو انشالله برای بینندگان شما ارائه خواهم کرد. تشکر. با تشکر به شما برادر عزیز. برادر پاتریوت بفرمایید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. اینجا خیلی گپ ده برادر، نگاه کنید تو که همین خیلی پروپاگاندی حکومت چه زور بردی شده و معارف تماما از دست زد. حاضر نگاه کنید основной گپ مزدگی آدما همش پاکلینی دویم، حالی پاکلینی سیم، حالی اکون کلان شده شده است. حالی باید درباره اون چیزی که ما میگیم تماما تصورات ندارد. الان اکن اینو چیکار کرد؟ وقتی که خلق که بسواد که کرد، وقتی کنفوچی گفته که اگر وقتی که خلق که کمبغل باشد، بسواد باشد، اداره کردن این خلق آسان است، بودن این دولت آسان است. خیلی گپا دویمش این که وحدت خیلی نیست. وحدت چیز در خودی داشته باشه دو یک سو در سن پتربورگ یک کلیچکی گفتم بردن قطی گودکش مرد رفت و یگان کس گپ نزد. در خود دورت نمیکنه شدگی بود یا نه؟ بله. انا و صاحبی وحدت در اونجا کار و فر دارد که ما تاجیکستان به پیش یک انسان رفت. اگر تو بکرم خدا اگر نبود، اگر یگان آذربایجان ایخل میکردن، یگان ارمنی ایخل میکردن، یگان گروزین ایخل میکردن، همون چه پونکتی که هم پلیسیست که هست در میگیروندن. باور کنید در توان نه میون خلق تاجیک همین خیلی شکست که این حکومت باور کنید همین آدم علمش میبوده. تو بکرم خدا اینی بینید که همون اسماعیل سامونی و هوای تاجیک و همین خیلی دولت دوری کرد که در ازبکستان هم میگون یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، در قزاقستان هم، در قرقیزستان هم اینو میگون که دولت دوری، اینو میگون پیشوای ملت. این کجای اون پیشوای ملت؟ یگان جای پیشوای ملت نه. کسی که میگه پیشوای ملت آدم چاپلوس.
بله برادر تشکر به شما. حالا یک زنگ از واتساپ اومده شده است، زنگ رو از واتساپ قبول میکنیم، باز به شما برمیگردیم ان شاء الله. Да, слушаю вас. Алло, по заборе Руси حرف میزنند. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, мир вам именем милостивого, милосердного Всевышнего Творца. شما را شناختم، شما تاجیکی را خوب میدونید. خوش آمدید با برنامه. Анакнун манах шумо нағз гӯш кунед. Имрӯз рӯзи мана мешунавед нағз? Мешунавам, нағз мешунавам шуморо. Ана гӯш кунед. Имрӯз рӯзи сулҳу ваҳдат нест. Имрӯз рӯзи мотами мардуми Тоҷикистон аст. Чаро? Сегодня день не празднования в Таджикистане, а сегодня день огромного, бесчисленного геноцида, произведенный этим президентом Эмомали Рахмоном со всеми его приспешниками коренных этнических таджиков. Около 1,5 миллиона человек. Он сам в этом признается, что только 150 тысяч. Как с 92 года он обманул людей, создал этот народный фронт, до сегодняшнего дня уничтожает граждан Таджикистана во всех его регионах. Поэтому сегодня рӯзи сулҳу ваҳдат не ин рӯзи мотами мардуми Тоҷикистон аст дар куҷо ки бошад. Ин рӯзи парокандагии мардуми Тоҷикистон аст. барои чӣ мо ҳамамон қариб 2 миллион танҳо дар Россия ҳастем? дар дигар ватанҳо ҳисоб кунанд чӣ? дар ватани худамон мо озодӣ надошта бошем, сулҳу ваҳдат надошта бошем. ҳама ин фиребу тақалу дар дунё ягон статьяи уголовный кодекс, кодекси ҷиноятӣ мондагӣ нест ки ин Эмомали Раҳмонов бо тамоми аҳлу оилаш, духтарошу писарошу домодошу ва 4000 одаме ки наздиконаш содир накарда бошад. В мире не осталось ни одной статьи уголовного кодекса, который бы этот преступник Эмомали Рахмон со всей своей преступной, коррумпированной, мафиозной, диктаторской семьей и своим окружением не совершил. Поэтому и первые требования, и тысячные требования, и миллионные требования всех граждан Таджикистана, пока их полностью не уничтожили, еще кое-кто остался, что свой голос поднимает и ищет правду, должны требовать по всем законам, по всем конституциям, не только Таджикистана, но и мира, свои законные права. Эмомали Рахмон за 30 лет не оправдал доверие народа и нации, всех обманул. 80% богатства, которое принадлежит, которое в горах находится, как заводы, фабрики, земли, он присвоил преступно со своей мафиозной, преступной, коррумпированной, диктаторской семьей. Поэтому все наши требования должны быть такие. Он должен отречься от власти, должен предстать за произведенный массовый геноцид этнических коренных народов и других народов, которые проживали на территории Таджикистана, предстать перед военным мировым судьей. То есть надо ему именно устроить Гаагский трибунал, как после Великой Отечественной войны Гитлеру. Он полностью по всем своим, извините меня, преступлениям превзошел Гитлера во много раз в таком маленьком Таджикистане. Он же Почему есть только... таджикский фюрер. Это хуже. Поэтому все вы должны проснуться. Эй, мардуми Тоджикистон. Эй, мардуми ки дар Тоджикистон асте, берунай Тоджикистон асте. Шумо бояд ки дар назди Худо, дар назди тамоми қонуно ҳаққи худтона талаб куне, ҳаққи фарзандотона, навераҳотона, ҳаққи она ки оянда ҳазорҳо сол Тоҷикистон ай тоҷико боша.
شما چیکار میکنین؟ نترسه، هیچگاه نترسه. اینا من دعوت میکنم تمام مردمایی که تولدشون 1935 36 40 و یا که در دور SSR زندگانی کردن، تمام پدر و مادراشان قطعی زواد و فابریکه ها را، منای کلخاز و سبخاز ها را، این راه ها را، الکترستانس ها را، تمام بویگری که بود ساختن. این از همه هوایی از ما، از تمام مردم تاجیکستان است. برای چی نفایدهش یک اویله بینه؟ برای چی فایدهش اینا تنها گرد اطراف همه امام علی رحمانوف و دختراشو بچه‌هاشو نبیرهاشو و یا бинан. In حق мой, برای هوای все наши требования должны тысячный раз, миллионный раз сводиться к одному. Отречение преступного, коррумпированного, мафиозного, диктаторского режима имама Али Рахмона от власти со всей его преступной группировкой, со всей его семьей. Амин Аллах Акбар. Другого у нас не должно быть. Ягон рузим вахдати милли нест 27 июнь. این روز ماتم ملی است. در تمام تاجیکستان مرده هست. تا حاضر ترمه پرای، زندان ها پرای. این چی روزی بوده که انسان نمیتونسته در راه خدا و رسول خدا حقیقت گپ زنه. هر کسی که حقیقت گپ میزنه، هر کسی که راست گپ میزنه، با فایده خود همین دولت، با فایده خود همین حکومت داره، با فایده خود همین امام علی. وای دشمن بوده یا لیکویدیت میکردن یا میکشتن یا نابود میکردن. ببینید شما خیلی عالمانه حرف میزنید. همینجا نگاه کنید چگونه یک حکومتی که تحمل شنیدن حرف مردم رو نمیتواند، ندارد، تحمل شنیدن حرف مردم رو ندارد، چگونه میتواند این حکومت وحدت آور باشد؟ انا برابر این حکومت تنها کشتار آوردگی، تنها جنسیت آوردگی، تنها تمام جنایت هایی که در دنیا صادر شد با این اویله آوردگی، این باید که همشون он должен отречься от этой власти. دیگر وای حق президент تاجیکستان گفتن نداره. فهمیده؟ وای یکمین درجه دیکتاتور، یکمین درجه پرеступник، جنایتکار، جنایتگر است با تمام اهل اویلش، خیش تبارش، همه 4000 آدمی که هست گرد اطراف است. همه ما حالا نگاه کنید، زنده ها. حالا نگاه کنید در همون سازشنامه استقراری صلح یک حرف آمدگی است، یک جمله هست در همونجا: غضب خدا و لعنت خلق با آنان باد که پی قصدگیری و تعقیب و آزار هم برای اعمال میشوند که در سالهای مقاومت و مخالفت صادر شده بودند، چنین کسان محکوم به جزایند. حالا ببینید این کار حکومت کرده است. یک متفکر تاجیک ببینید، یک متفکر تاجیک با مهمانشاه شریفوف میگوید که اصلا طرف با نام دولت نه تنها قصدگیری و تعقیب و آزار را پنهان و آشکار دوام داد بعد استقرار صلح، بلکه خود جنایت های نو به نو را عملی و فساد دزدی و دروغ را نهادینه کرد. ببخشید. Вот смотрите, вы всегда меня останавливали, когда я начинала говорить. Теперь я буду говорить очень коротко по существу. این روزی ماتم ملت تاجیکستان و تاجیکستانیان در تمام دنیا هست. امروز باید تمام جوانا، تمام نوه‌های ما، تمام بچه‌های ما، خیش تبارای ما، تمام تاجیک‌ها در دنیا و تمام تاجیکستان در زندگانی میکردگی شهروندا خیزن گویند که امام علی رحمانوف بس از حکومتداری، از وظیفه پرزیدنتی رو یگان وعدت تغییر نکردی، هم گپات دروغ از اول تا آخره. ما دیگر این خیلی جنایت از طرفتون نمیبرداریم. ما میخوایم که تاجیکستان با هزارها سال پیش برای نویره و اویره و هفتاد پشتمان مونیم. و تاجیکستان چی شد؟ پرچه همش نابود شد رفت. کنی بای گریه زمین و آسمان، کنی بای گریه آب، کنی بای ذخیره هایی که در کوه ها هست. یک همون
Хитойда фрухтаги заминшон шумо бовар кунед ки ҳамун замин худаш триллиард доллар мебера. Барои чи? Барое ки уҷада оянда сӯзишворӣ ба исми гелий ҳаст ва дар унҷа тамоман ҳамин столбаҳо борин ё ба монанди чӣ хел ки шумо этаж ба этаж мебинед, ана ҳамин хел тамоман ноёбанда алмазы имеются, фамилия бриллианты разных цветов. Вы посмотрите, сколько лет Китай полностью грузит, даже малейший, мельчайший пыль оттуда забирает, мельчайшую землю забирает, потому что там действительно находятся очень дорогие, очень редкие, земельные металлы. Очень редкие. Поэтому она хамуджара агар намедот, хамуджара агар мо худмон заводу фабрик месохтем кона худмон ба дасти тоҷикои худмон мегирифтем, ягон инсон бовар куне агар ай Тоҷикистон намебаромад, ихел ғулом намешуд, ихел сарсон намешуд, ихел шармандаш намекардан дар тамоми дунё. Дар хонаш дар пеши падару модараш, хеши таборуш, фарзандоша нигоҳубин мекард, тарбия медод, оиликша мегирифт, меомад, шукронаи худо мекард, мешишт. Барои ҳаминам тамоми мардум бояд хеза требовать, чтобы он немедленно ушел с этой должности. Он больше не президент, он вообще со своими конституционными обязанностями, правами не ознакомлен, он даже с инструкцией президента республики не знает. А вот всех этих его министров, всех его подхалимов, всех его, которые его довели до такого состояния, надо, знаете, вот вытрясти элак адидяч гилбол элак, арабихел, ай элак заруда, хамаша турма карандаркор атихадас. Тамоми бойгари айдашон кашида гирифтандаркор, вай бойгарио ай шумоя, ай манай, ай мардуме ки кушта шуд ай соли 92 то ҳозира, ай мардуме ки ҳар рӯз кушта мешаванд ки дар зиндониё хованд, ай мардуме ки ай тамоми дунё трудовой мигрант гуфта мурдаҳошона Тоҷикистон мебаранд, ай вай мардумай, ай оилаҳои ваяй. Мана барои ҳаминам дигар гап нест. Агар 1000 борам гӯем, 1 миллион борам гӯем, дигар Эмомалӣ Раҳмонов ҳаққи президенти Тоҷикистона гуфтан надора. Он всемирно известный диктатор, он преступник, не осталось ни одного уголовного кодекса. Дар YouTube навишта истодан ки он просто так не уйдет. Он очень хорошо уйдет. Как? Вот как его привели к власти, вот так власть имеющие. Кто его к власти привел? Ельцин, который сдох? Да. Это его так названный отец Каримов, который сдох? Но зато остались живые еще кто? И осталась еще Россия с его президентом. Остался этот президент Казахстана, этот же Квачков, который его возвысил, который ему дал власть. Вот этого Квачкова надо найти, за уши схватить, привести в Таджикистан, чтобы он сделал, он то, что сотворил с таджикским народом, с Таджикистаном, если он придет увидеть своими глазами, что он обещал сделать и что у нас в Таджикистане, он сам сделает, поймите меня, переворот. Для такого опытного, как он, переворотчика, ничего не стоит Эмомали Рахмона за ночь 7 раз переворот сделать. Потому что он действительно, Эмомали Рахмонов не имеет права больше называться президентом. Как бы ни говорили, Ишкас боя твоя президент нагла, вайноваш одам хыр, одам кыш, джинояткори тамоми диньё, бояд ки тамоми ҳуҷҷатоша тайёр кунӣ, военный трибунал датеӣ, бояд ки Гаагский суд кунанша, всё международный Гаагский суд. Ман аз суҳбатҳо боқӣ, барое ки ман медонам ки одам бениҳоят бисёр аст, ман аз шумо як хоҳиш, бародар, аз шумо бинед ки ман аз шумо хоҳиш намекунам, я у вас не прошу, но я у вас требую, так как вы правдоборец, вы ищете истину, без всяких вот этих ваших дискуссий, которые вы делаете, дискуссии, передачи, без всяких ваших дискуссионных передач, сделать со мной наедине передачу, чтобы я могла документально
хроника документальная, зачитывать все фамилии, имя, отчество, кого где убили, кто убил. Понимаете? Вот только тогда молодежь, которая уже третье поколение растет, они поймут, кто стоит у власти. Людоед, убийца. Вот поэтому я у вас прошу, я у вас требую со мной сделать передачу без вот этих ваших дискуссий, 1 на 1 со мной, чтобы я могла хотя бы в течение нескольких часов хроника документально вам прочитать фамилия, имя, отчество убитых интеллигентов, убитых врачей, учителей. Даже мы далеко не пойдем. Вот вы недавно передачу вели, что этот самый про коронавирус. А коронавирус, знаете, китайцы принесли в ноябре 2019 года в Таджикистан. Был массовый мор. Запрещали говорить. Почему? Потому что китайцы, мы должны китайцам абсолютно все. Потому что в такие долги влезли, столько у них кредитов взяли. Вот. И смотрите, и все те люди, генералы, очень большие чины, значит, работники бывшего госаппарата, спецслужб под видом коронавируса в прошлом году были уничтожены для того, чтобы они не давали свидетельские показания в Гаагском военном трибунале. Вот поэтому, может быть, не бахшедман бисёр вақти ҳамаи шуморо гирифтам, ҳамаи шумо мехоҳед дусе калима гап зане, барои ҳаминам аз сину соли худ ман истифода мебарам ва мехоҳам ки як бисёр мардаки хуб, як одами сини солаш гузаштагӣ, як шери нар ай вилояти ленинобод биромад гап зад, ана ҳамихелин одамо бироянд ба монанди ман гап зананд. Ба монанди ман гап зананд ки мардум натарсанд. مردم دفاع کنن از حق حقوق خودش، دفاع کنن ای ملت خودش، ای وطن خودش. بله درست است. یگان چیز دیگر علاوه کردنی هستید؟ Вы знаете, единственное, اگر شما اجازت برای همه بینه که تمام مردم که بیگناه کشتن، تمام مردم ای همه ابیزینان ترزیسکه پزیسه ای دیگر همه مردم بیگناه. اگر شما اجازت من یک بار سوره فاتحه میخوانم برای شهیدای بر الله میبخشم اگر اجازت معلش بخونید به شما اجازت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگار عز و جل تمام شهیدای بر علا را جاشون جنت کنه، خدا رحمتشون کنه، روح و یا از ما شاد شوند. ما با گفته رسول تو никто не забыт и ничто не забыто. هیچ وقت و یا از خاطر ما فراموش نمیشوند و تمام جنایت کردگی این امام علی رحمان با گرد اطرافیاشون از خاطر هیچ کس فراموش نشود. برای همینم همه شما در خدا تقوات یا ایمان یا همه شما حقیقت جوی باشه، همه شما راستگو باشه. انشالله با امر خدا دستاش کوتاهی میکنه. انا اسپسلوز باشه روسیه شرمنده کرده سر کرده سودیان تمام دیاسپورایی که از طرف تاجیکستان посольстваш дастгири меша, ино как ино агенты на третьей стране будут ликвидированы, ана у вақт взятка намеша, худо хостаги бошад тамоми мардуми муслиме ки дар ҳаминҷа кор мекунанд, трудовой мигрантҳо, агар озибад мо насиб кардаги бошад, шумо қати телефоншон метем ки озор ай дасти ино ёфтай ба ҳамин телефон кунанд ки инҷа мо худ метонем то мақомоти олӣ то кабинети идораи Путина дурои масъалаи вояро ҳал кунем. Мо да на пора дар корай, мо да на пули ҳаром дар корай, мо аями кистаи худмо последния мо пенсиямо мебурем,
در خدمت خلق، در خدمت خلق شریف پرشرف تاجیکستان در کجا که باشه ما انشاءالله به امر خدا خدمت میکنیم. ما در پول ویا در کار نیست، هر چی که ای پنجمون میکنه رصد میکنیم، انشاءالله دستگیریشون میکنیم. برای همینم والله خیرا حافظا و هو الرحمن الرحیم یا صراط المستقیم. همه شما در خدا قوتیه، همه شما در پروردگار تقویت ایمان راست قبول باشه. انا خیلی بمانند شما Шавкат Джон, каждый, чтобы был свободолюбивый, каждый, чтобы был, знаете, правдоборец и правду любил. Вот поэтому дай Бог вам всем здоровья, радости и счастья. Извините, если я вас задержала, очень многие хотят говорить. И еще раз, миллиардный раз Имам Али Рахмонов должен отречься от власти. Он преступник со всей своей коррумпированной, мафиозной, преступной семьей, который захватил все природные богатства, все, что можно было в Таджикистане, 80% всего принадлежит ему и его преступной семье. Поэтому он больше не имеет права оставаться как президент. Все, коротко и ясно. تشکر زیاد. سلامت باشید. یک چیزی مهم اشاره کردنیم. ببینید تماشاگران عزیز، هموطنان گرامی، حکومت جمهوری تاجیکستان عزت امان را از روسیه برد و او را به قلابی متهم کرد. گفت که این به خاطر دفاع حقوق مهاجران مبلغ میگرفت و مبلغ را غیر مقصدناک استفاده میکرد. یک خاله ما، نفری که سن سالشان از 80 گذشته است، چندین بار در برنامه ما شرکت کرده هستند، من این نفر رو میشناسم، گفته ایستادند که به ما مبلغ لازم نیست، من از پنسه خودم، از همون تین به تین خودم به هموطنانم، به مهاجران کمک میکنم. حکومت نفرانی که به این احمقی ابلهی حکومت شریک شده اید و به بازداشت عزت امان سبب شده، در بازداشت این نفر شما دست دارید. ببینید شما عزت امان را داشتید، گفتید که این نفر مبلغ های مهاجران را غیر مقصدناک استفاده کرده است. نفر میبرد میگه که من بدون مبلغ خدمت میکنم. یک نفر زن، اون هم باشد زن سال خورده، دیده ایستاده اید، اهمیت داده ایستاده اید که شما نمیتوانید عزت امان ها را از بین ببرید. بجای یک عزت امان 10 ها عزت امان میباید. ببینید یک زن سال خورده، سن سالش از 80 گذشته، کمر همت بسته است، مردانوار، میگوید که شما جنایتکار هستید و باید ملت محافظت شود از شما جنایتکاران، ملت محافظت شود و برای این حفظ کردن ها من شریک هستم، من کمر همت بستم. ببینید برای همین میگویند که در بسته باشد دروازه گشاده. حالا برادر عزیز سعید وارد شدن، برادر عزیز سعید را میشنویم که ببینیم چی میگویند. برادر سعید بفرمایید. سلام علیکم، رو میشنوید؟ میشنویم، بفرمایید. برادر شوکت، من حاضر وارد استودیو شدم. درباره بحث هایی که تا این وقت شده گذشت اونقدر معلومات ندارم و میخواستم در حال به شما سخن دادیم که این نفرانی که اینجا هستند سخن کرده هستند، باز به این برادران انشالله باز میگردیم. بفرمایید برادر عزیز. و من میخواستم درباره همون بحثی که دیروز گذشته بین چهارشنبه و عبدالرحمن شده گذشت و این به یک قسمی اهالی جمهوری عزیزمان تاثیر داشت، یک دو سخن داشته باشم و انشالله که کوتاه سخن میکنم. بفرمایید. اول میخوام سخنم را از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است آغاز کنم. خب واقعیت چنین است که حضرت ابو هریره میگویند که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد با صحابه هم در صحبت بودند، ناگاه یک اعرابی می آید و نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم به یگان مقدمه سوال میدهد که ای رسول خدا کی قیامت برپا می شود؟
расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам ба он аъробӣ эътибор намедиҳанд. вақте ки суханашонро ба охир мерасонанд, баъд он аъробиро даъват карда мегӯянд ки ҳамон вақти қиёмат барпо мешавад ки як умур ё як кор ба дасти шахсоне супорда шавад ки аз аҳли он нестанд. яъне як кор ба шахсе супурда шавад ки мутахассиси он кор нест. ва ин баҳсе ки байни абдураҳмон ва чоршанбе шуд, хеле як баҳси ғайри мутахассисона буд. аввал ин ки чоршанбе мисол як суханҳое мегӯяд ки хай фикри худаш аст, аммо аз номи мардуми бадахшон гап мезанад ки ин хеле хатост. ва дуюм ин ки чоршанбе як шахси варзишкор аст. дар бораи миллат, дар бораи қавмият гап задани ӯ ин хеле хато буд. ва дуюм ин ки бародар абдураҳмон ҳам ин масъаларо аз зовияи мазҳабӣ якам тери ҷилва дод. гуфт ман шахсоне ки саҳобаҳои расулуллоҳ дашном метиҳад бародар намехонам, аммо ӯ хато кардагӣ буд. чаро ки агар аз сирати саҳобаҳо гирем, ҳазрати алӣ хавориҷиҳоро бародар гуфта буданд, дар ҳоле ки хавориҷиҳо ҳазрати алия кофир мегуфтанд, муртад мегуфтанд, чунин хитоб мекарданд, аммо ҳазрати алӣ гуфтанд ки онҳо бародари мо ҳастанд. خب برادر عزیز خواهش میکنم، من همین مسئله های در برنامه هم کوشش میکنم که به همین مسئله های مذهبی، اختلاف های مذهبی، مسئله های دینی دخل نکنیم. نه من شما فهمیدم، من خلاصه گپم گفتم، خلاصه گپم یک دقیقه برادر عزیز. حالا مثلا گریم این چهارشنبه هست، چهارشنبه هست، گفت از من تاجیک نیستم، نباشد چی؟ مثلا گریم یا که به پیشونیش یا علی مدد نوشته برآمده است، او اعتقادی او است، او باوری او است، او باوری است. به من شما چی؟ توغری گپتون من همین گفتنی بودم، من همین آز گفتنی بودم که خب تو کردی، برای ما به نهایت جانبدار هستم. وقتی که مسئله مثال تاجیکی و تاجیکیت و دیگه و هاکذاها هست، این از کجا سر میزند؟ این از اون سر میزند که خود نفرانی که مسئول به این هستند در کجا، در کدام قبر بی‌رمزان بودنشان معلوم نیست. وقتی که ملت تحقیر میشود، یک ملت تحقیر میشود، نفرانی که برای سرقانونی تاجیکستان نفری که دستش رو بالای سرقانون تاجیکستان مانده قسم یاد کرده است که از منفعت های ملی پشتیبانی میکند، او کارمندانش کجا شد؟ اون نفر کجا است؟ این گپ ها به او رفته رسیده است یا نرسیده است؟ این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله همین است که ببینید یک نفر وقتی که به ملت تحقیر میکند، باید نفرانی که مسئول هستند از منفعت ملی دفاع کنند، مسئول هستند که باید برای زیر پا نشدن منفعت های ملی کوشش کنند، غیرت کنند، مسئولیت شناسانه کار کنند، گنگ هستند، به لبشان مهر زدگی هستند، به دهانشان لبانشان با هم دوخته شدگی است، یک حرف نمیبراید. اگر شما تصور کنید اینجا با چند چیز به هم آمیخته شده رفتگی است. من در یگان برنامه به همین مسئله ها دخل نکردم. به خاطر چی؟ برادران عزیز بیایید، حالا امروز موضوعمون همین هست، موضوع یعنی پراکندگی ملت است، در حالی که ما ایدی وحدت ملی جشن میگیریم. برادران عزیز، کسانی که تاجیک نیستید بگذار نباشید تاجیک، به ما چی؟ در تاجیکستان ده ها ملت زندگی میکنند، ما آنها را قبول داریم، همزیستی داریم با آنها، چندین دین ها، نمایندگان چندین ادیان زندگی میکنند، ما آنها را با آنها همزیستی داریم، یگان ضررشان به ما نرسد و ما با آنها ضرر نباید رسانیم. و همزیستی گفته همین رو میگویند، همزیستی گفته همین رو میگویند. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یهود نبود، نصرانی نبود، در زمان صحابه ها یهود نبود، نصرانی نبود، و تا این 1400 سال شیعه نبود و دیگه مذهبا نبودند، بودند آخر. و در همین تاجیکستان ما هم
در همین تاجیکستان ما هم تا به همین به نزدیکی بین این برادرانی که ما هموطنان ما هم ملتان ما برادرانی که باورمند به مذهبی اسماعیلی هستند و بین اهل سنت و جماعت یگان خرخشه زیادتی نبود. یک چیزهای جزئی لفظی وجود داشت که به این هم نمی شود، لیکن همزیستی وجود داشت، همزیستی وجود و یک دیگر فهمی وجود داشت. حالا ببینید با وجود آن که مردم بدخشان در کوهستان زندگی میکنند و اکثریتشان در جایهای کسناگذر و مشکل گذرها زندگانی میکنند، اکثریت اهل سواد تاجیکستان را با وجود مردم بدخشان تشکیل میدهند. این را نادیده گرفته نمی شود. اکثریت اهل سواد، اکثریت اهل دانش تاجیکستان را مردم بدخشان تشکیل میدهند. ببینید مردم بدخشان به تمام دنیا ثابت کردگی هستند که در جای مشکل گذر زندگی کردن و کس ناگذر زندگی کردن و دور از مرکز زندگی کردن ها، اگر خواهش باشد، اراده باشد، اراده مستحکم وجود داشتگی باشد، هیچ وقت پیش راه آموزش علم و در راه علم و معرفت پیش رفتن را نمیگیرد. اما با وجود این گوشت به استخوان نمی شود، یا که گفتیم ما اشتها زردالو بدانک نمی شود. هستند بعضی نفران مثل همین نفر که نامش گرفته شد، همین مسئله ها رو نادیده میگیرد. این نفر هم هر یک حرفی که از زبان میبراید بهای همین نفر است، بهای همین شخص است، همین شخص خود است، به هیچ کس ربط نمیگیرد. برای همین هم این نفران باید جزا ببینند. نفرانی که به وحدت ملی حرفهایشان، گفتهایشان تهدید میکنند، نفرانی که به امنیت ملی حرفهایشان، گفتهایشان تهدید میکند، باید اینها جزا ببینند. ما امروز کوشش کرده ایستادیم، ناوابسته از آن که حکومت جمهوری تاجیکستان یک مدار سیاسی ندارد، یک فهمیش درست حکومت داری ندارد، فقط در زدن، کفتن، کشتن، زندان کردن حکومت داری رو میبیند، به همین قناعت کرده، جانمان را در کف گرفته. کوشش میکنیم که یک برای ملت آورده باشیم. کوشش میکنیم که عیب‌های اساسی که بین ما و بین خود حکومت جمهوری تاجیکستان است پنهان بماند و ما فقط مسئله ها و کمبودی های سیاسی را گپ زنیم و به این حکومت هشدار بدهیم که با این راهی که میرود ما را به نابودی میبرد. ما بیشتر به همین چیزها اشاره میکنیم. از همه چیز مهمترینی بیشترین اشاره میکردگیمان همین است که مبادا ملت نابود نشود، مبادا همچون ملت از بین نرویم، مبادا بین هم در نفتیم باز همون خطاگی های پیشینه را تکرار نکنیم. با صبر، با تحمل، با شکیبایی همه تهدیدها را و همه فشارها را تن گرفته امروز در همین کار هستیم. این هم به همین خاطر است. برای همین برادران مثل برادر عبدالرحمن، برادران مثل این برادر چهارشنبه، هموطنی عزیز، خواهش از شما میکنم که در همین مسئله ها هوشیار باشید. جوان هستید، امروز فردا دارد. حالا این گپایی که امروز شما گفتید، فردا حتما شرم میکنید از این حرفای گفتگیتون. پیش ملت حتما شرم میکنید از این حرفای گفتگیتون. با این من شما رو میکنم. باور حرفای شما به شما بجز شرمندگی دیگر هیچ چیز به بار نمیبرد. بفرمایید برادر سعید، بعد نفر رو بعد میتیم. برادر شوکت، ما که خلاصه میکنم که گپم دراز بتونه که بسیار گپم گفتید. خلاصه همین که برادرو شخصانی که همین به اعصاب وارد میشوید، حاضر ما یک مرحله حساس به قرار داریم، یک مرحله گذشت به قرار داریم. از یک دیکتاتور میخوایم یک آزادی برسیم.
باز ما تشنه هستیم، ولی آب ننوشیده برای آب جنگ کرده ایستادیم. برادرها، دشمن میخواد همین مسئله ها به ناخون زده یک سبتش کنه. التماس میکنم به این بحث ها داده نشوید. این بحث های مذهبی، بحث های ملی قومیت کار من و شما نیست، کار یک متخصص ها هست، متخصص هایی که بالای همین کار میکنن. و گفتنی هستم برادرها، شخصانی که پیش از خود فتوا میدهید، هیچ وقت فتوا ندیدید، هیچ وقت حکم نبرارید. این کار شما نیست. بله. هیچ وقت حکم نبرارید. کار من و شما نیست این کار. مسئله فتوای شرعی باید خاضی باشه. با نام دو سوال دارم، میخوان گپ زنن، بعد نوبت به واتساپ. دو سوال دارم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میگم که امو پرزیدنت قرقیزستان تاجیکستان میرفته است. بله. امو یگان چی میشیده باشه؟ ریشنیه. فردا که نیامده است میگن فریاد مکن. حالا که همون روز نیامده است انتظار باشیم که ببینیم چی میشود. حالا که ما فالبینی کرده نمیتوانیم. میگویند که درباره سرحد هم گفتمان میشود. حتما به این امیدواری هستیم که به فایده تاجیکستان انشالله مسئله ها حل میشوند. خدا خواهد. لیکن همون روز که نیامده است ما در این باره گپ زدن نمیتوانیم. بیاید از گپ ها، از گفتمان ها، از گفته شنید ها یگان چیز گفته میتوانیم انشالله. برادر همین دو سوال دارم. دویم سوالتون چی است؟ همون یک سوال دارم که پس اینجا دا چی کردیم ده؟ بسیار خوب. یک زنگ از واتساپ بعد انشالله باز برادر محمد جان و فیروز انشالله باز صحبت میکنیم. زنگ و واتساپ. الو. سلام علیکم باز یک بار دیگه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یعنی شما تکرارا سخن کرده شدید؟ بله شما هم وعده دادم که من شما رو گوش میکنم. اما اویدی بیاد همون موضوعی که حالا موندگی درباره همین موضوع کمی صحبت کنیم. خب اما شما یک چند دقیقه پیش گفتید که درباره که در تاجیکستان اویدی دموکرات گفتم مغزای مردم رو میشویند. خیلی حرف خوب گفتید و آنها گفته که بر آنها اذیت کردن در کار نیست. مثلا من با این شما مثلا کمی چی بگم راضی نیستم. من دلیل خود رو میارم برای که خب همین میگن حضرت موسی بخشش که من از دین کم دورم، اگر مبادا یگم حرف ناچیزه بگم از همه که آدمایی که با دین کمی نزدیکم حرف من سنگین قبول نکنید. وقتی که همین اهل یهود رو از همون چیز میبرورد، از دست فرعون 40 سال در همون دشت بیابان میگردن. من میتونم که چرا این کارو میکرده است. فکر من میخوام که از شما خونی غلامی بیناموسی نشود میگه. این حتما این کمی گفتم زمانوی که در گفته هستن. ولی در تاجیکستان در مدت 30 سال برعکس ما شد. برعکس یک پکلین یک مردمی نه قومی نه پیدا شده است که بی‌سواد در سواد معنی اون نه که تو کتاب خوانده میدونی حرفا رو میشناسی، نه که تصور ندارن معنای دموکرات چیست و معنای زندگی چیست و معنای مثلا ناموس چیست و یک پریمری یک مسئله نمونه عادی وقتی که گپ میزنی که مثلا همون تو دموکرات چی میگن؟ میگه خیلی دیسکا کلوب داریم که خیلی فلکشتوک داریم که مفکوره همین این است. اولی که من میگن که حقوق دموکرات معنی اون است که تو حقوقای تو رو پایمال میکنن، اینو رو گپ نمیزنن. و وظیفه شما، منم شما مخالفانی که هست، یکی از وظیفه اساس شما و من در همون پیش چند دقیقه پیش یک نمیدونم بخشش که من صداش نفهم اون خانم بود یا مرد پیرانسال بود نمیدونم، در حرف بیا سنگین گفت در پیرانسال بود به فکر من. مثل که اکای شوکت جان بیرون شده.
الو بفرمایید سلام علیکم. آواز من میراد محمد جان؟ هست آواز، بفرمایید. حاضر این کس گپشون تمام کنه بعد شما ان شاء الله. خب یه دقیقه دیگه من الو فقط کوتاه کنید. هست صدایتون الهام جان؟ حالا نفری گپ زده شده است. سالهای 90 سالهای همین بعد از همین گفتیدم جنگای برای چیزی سال گلچین بود. گلچینی که این یک زیایی ما رو اینتلیجنس ما رو یا تصور کنید چقدر کشته آمدن. این بیهوده نبود این کار رو. یا از اولیمپور سر کرده از اوسیمی و غلاموف و دیگر مثلا اوسیمی یک میدونید من تاریخ رو خوب میدونم چون که فرزندای او با من هم کلاس بودن. یعنی که جیانوشم اون همین اوسیمی با برادر داشت اما پسری هم با هم کلاس من بود. میفهمید من وقتی که رو اون یک آقای بود که در بین الملل صدای خود رو داشت و او هیچ گونه نمیخواست که گفتگی بود با امام علی که میگه ما نباید از زیر ظلم روسا باید باشه، ما باید از این برویم. اما که اون که مثلا که یک مارینت کرده بود خیلی عاقبتش چی شد خودتون میبینید. انا که حالا مثلا که جوان آمادگی هم که سوال با تو چی با شما چی شد که مثلا یا پول یا که ناموس، یعنی که تو باید بگی که پیشوای ما هست ما برای جان نمیته یا که مثلا خیلی برو گوشه بره ناموس رو تو بفروش. میفهمی من فکر میکنم که اونهایی که در اونجا مثلا ایستاده مثلا لگنبرداری چاپلوسی میکنن و حقشون هست. باور کنید من میگم شما چاپلوسین بناموسین. همین نام تاجیکا رو شما پس کردین برای که ما آدمایی که بیرون در چیزی که هر یک قدمی هر یک بیسوادی هر یک رفتار کثیفی کثرتی که شما میکنید ما مهاجران در اینجا عذاب میکشن. در میگه آخه ببین میگه یک وزیر تو حرف زدن نمیتونه، یک چیزی تو یک مرشد یا یک مجری چیز سخن گفتن نمیتونه. این درد با ما است، ما نمیتونیم چنین فخر کرده. این همین است. برای من بیشتر مثلا برآوردن در کار نشون دادن که در حقیقت دموکرات چی است، نه اونی که دیسک کلوب باشد و فلگشتاک باشد. نه، باید آدما باید خوشبخت باشد و حقوق خود رو حقوقی که نمونن که پایمال کنن و طلب بکنن. بفهمید برادر عزیز. بله تشکر زیاد برادر عزیز. به شما تشکر زیاد برادر. حالا برادر الهام جان دوباره آمدن، خوش آمدید. برادر محمد جان تلوزاده، حالا شما و برادر فیروز نفرانی که نسل‌های دوره جنگ نبوده، در جنگ شرکت نداشتید و در آن نفرها کیها با کیها جنگیده شدند شما به شما ربطی نداشت و امروز ببینید شما فرزندان دو نفر سیاستمداران مخالف هستید. پدر یکیتان در زندان حبس ابد گرفتند، پدر یکیتان رهبری یک سازمان بزرگ مخالفین هستند. ببینید من به هر دوی شما یک سوال دارم. حالا شما همین شب روز همین مخالفت ها چی بها میدید؟ یکی پدرتان در زندان حبس ابد گرفته است، همان پدری که برای استقلالیت جمهوری تاجیکستان سهم گذاشته است، همان نفری که برای صلح تاجیکستان سهم گذاشت در کمیسیون آشتی ملی کار کرده است، امروز حبس ابد گرفته است. و برداشت شما از این مناسبت ها چی است؟ و شما محمد جان به این مخالفت هایی که هست دخل نداره، تنها فرزند یک نفر رهبری مخالفان هستید و به این مخالفت های امروزه همچون یک فرزند رهبری مخالفین با حکومت چی نظر دارید؟ نظر شما چی از در این باره؟ اول خواهش میکنم فیروز، بعد محمد جان، بعد انشالله باز با الهام جان صحبت میکنیم. بفرمایید برادر فیروز. برای دادن وقت اگر اینجا یک نکته گفتن که اگر حکومت که بلندتر صحبت گپ میزند و میگوید که میشون ما صلح و وحدت داریم، به این صلح و وحدتی کرده خود یعنی احترام میگذاشت، به مثل پدر من بوری نفرها رو نه بر زندانی نمیکرد،
و دیگراش نمیکشت و دیگر بعضی ها رو مجبور به گریختن نمیکرد. چون اگر که میخواهند این همون صلح و وحدت که بخواهند صلح و وحدت شونه در نزد دیگر دولت ها نشان دهند، باید اولا نفرایی که در این صلح و وحدت سهم گذارند از زندان آزاد کنند و اون برای اون نفرانی که در حقیقت کشته شدند، برای اون نفرها از اون نفرانی که کشته شدند باید از آنها یاد کنند، نه از اون نفرانی که مثال همین ما اگر اهمیت داده باشه در تاجیکستان هیچ وقت از نفرایی که در جنگ در همون صلح اشتراک کردن یگان بار غیر از رحمان و فوق غیر از دیگراش همون حکومتدارا درباره دیگرها گفته نشده است. باید درباره نفرایی که در حقیقت خدمت کرده شوند باید درباره آنها گفته شوند تا جوانان از چنین از اون قهرمان‌هاش شناس باشند، یعنی اون قهرمان‌ها را بدانند. به مثل سید عبدالله نوری و دیگر نفران حاضر در درسایی که برای جوانان طلبه ها میگذارند تنها از یک نفر من همین احساس کردم و خودم هم شاهد بودم، تنها از یک نفر گفته می شود. ما حیران میموندیم در حقیقت وقتی که در تاجیکستان بودم حیران میموندم 41 نفر با خودش باز صلح کرده است. طرف دیگرش وقتی از اون معلم میپرسی که طرف دیگرش صلح کی بود میترسد از نومی همون طرف گفتن. باید همین ترسیدن ها برداشته شوند و اون نفرانی که معلمه هایی که دروغ درس میتین اونا هم بدونن که در جنایتی همین حکومت شریکند و اون بیچاره طلبه ها را یا بیچاره جوان ها را به یک چیزی دروغ یاد میتین. حالا ببینید من به شما یک سوال دارم. ببینید هر یک فرزند که پدرش حبس شده است وقتی که از او میپرسی پدرت با چه گناه حبس شده است، البته اکثریت میگن که پدرم بیگناه بود تهمت کردند. ولی حالا دلیل شما پیش از شما من این جواب رو دادم پدر شما بیگناه بودن. من هم به این باور دارم که پدر شما جرم نداشتن، جنایت نداشتن، برعکس به این ملت به این مردم خدمت های شایسته کردگی هستند. لیکن حالا ببینید من اینجا سوال من به شما این است که ببینید اگر پدرتون رو بیگناه می حسابید، یعنی میگه که پدرتون بیگناه حبس شده اند، سببی به اندیشه شما سبب بیگناه به حبس ابد رفتن پدر شما در چی است؟ سبب اصلی حکومت حاضره از گفتن سخن حق میترسد. پدر من که در همون در داخل تاجیکستان بود تا آخران مدت تا زندان شدنش از تاجیکستان نبرآمد و سخن حق هم میگفت. این حکومت امروزه از گفتن سخن حق میترسد. تمام دیگر همین است. میترسد که مردم دیگر یاد میگیرند گفتن سخن حق، آزادی خود طلب میکنند، حق و حقوق خود را طلب میکنند. همین است دیگر. این حکومت نمیخواهد که دیگران از مخالفان و از مثل پدر من برای نفرها این گونه رفتارها رو بیاموزند و از حقوق خود طلب کنند. همین است دیگر. تشکر. محمد جان حالا میخوام شما حرف بزنید در این باره. شما فرزند یک رهبر مخالفین در این باره چه اندیشه دارید؟ شما که در زمان جنگ نبودید و به این جنگ ربطی ندارید، فقط فرزند یک رهبری مخالفین هستید و از همین سبب هم امروز پناهنده در کشور اروپا هستید، در غربت هستید. تشکر. اکا جان راستی من همچون به حیث فرزندی یکی از مخالفین نمیتوانم مثلا که بها بدیم، یعنی باید مردم بها بدین که امروز کاری مخالفین خوب است بد است یا قناعت بخش است، این دیگر وظیفه آنهاست. ولی من همچون شما نفری که به این جنگ هیچ ربط نداشتید لیکن دیده استودید که مبارزه ها چه خیر رفته ایستاده است و برداشت شما از همین مبارزه های امروزه چی است؟ شما دیده برداشت من از این مبارزه ها، از این روندهایی که در تاجیکستان است، من به حیث یک جوان تاجیک برای فکرم که باید این چرخ جنگ باید یک مراتبه شکسته شود. یعنی این یک چرخ جنگی که تا امروز میچرخد و این
چرخ و فلک جنگی که میبینیم بگیم که بر باغچه به مانند رحمانوف ها و به مانند اینها آب میریزد و باغچه اونهاست که به این طریق میسبزد. از این رو من دیگر گپ نزنیم. نفهمیدم سوال شما. یعنی فکر شما این است که همین گپ مبارزه هایی که شده است این مبارزه ها نه، برعکس مبارزه ها باید برده شود و من به این فکرم، یعنی برعکس این فکری من برون است که به خاطر که این چرخ جنگ شکسته شود، آن کسانی که در این جنگ دست داشتند، یعنی به واسطه شخصا در این جنگ شرکت کردند، در این جنگ بگیم که یک چی بودن، باید به فکر من همچون یک جوانی تاجیک بر این است که به خاطر که این جنگ پایان بیابد باید که از صحنه رانده شوند، از صحنه سیاسی رانده شوند تا که یک مرتبه در صحنه سیاسی تاجیکستان خونی تازه بدمد. یعنی همیشه اگر ما تو همیشه حکومت امروزه نباشد و همین مخالفینی که در اون جنگ امروزه بودن نباشند، یک خونی تازه، یعنی یک قوه نو بیاید. بله، اگر مخالفین امروزه هم باشند یا با نفرانی هم که از حکومت هستند در مثلا در صحنه سیاسی هم باشند، بگذار باشند. من بر این نظر نیستم که همه اینها باید یک طرف بروند. من بر این نظرم که شخصانی که مثلا رحمانوف خود یک فرمانده قماندانی در این فرانت خلقی بود، یعنی در این جنگ به حیث یک قماندان شرکت کرده است، یا از این طرف مخالفین هم اگر باشد نفرانی که به واسطه خود قماندان بودند یا یگان سردار یگان گروه بودند و در جنگ شرکت میکردند، من میخواهم که به حیث یک جوان باید این نفرانی جنگ باید از صحنه رانده شوند تا که این طرفکشی ها بالاخره پایان بیابد تا ملت تاجیک در شکل واقعی، یعنی به طور واقعی به یک وحدت برسد. اگر این طرف هم اون طرف هم، اگر وقتی هر طرف که بندکشی طرف خود میکنن، یکی این طرف رو سیاه میکنه یکی اون طرف رو، بالاخره این خاطره ها تا چند، یعنی تا وقتی که چنین است این خاطره ها هم زنده میمونند. ولی اگر شما تصور کنید که یک نفر بیاید بعد مثلا رهبر تاجیکستان شود که اصلا به این جنگ ها ربط نداشتند، بالاخره با مرور زمان این خاطره های بد فراموش می شود، حداقل یعنی به حیث یک درد و علم این جنگ ها خاموش می شود، ولی همچون یک خاطره یا همچون یک درس تاریخی بالاخره باید باقی ماند که تا که ملت تاجیک دیگر باره به چنین یک برادرکشی دست نزند و آنچنان سبک و آنچنان یعنی به فکر نباشد که بتوانند دستهای از بیرون یا کسانی که منفعت دار هستند خیلی آسان آنها را به این یا آن طرف ببرند یا وارد جنگ بکنند. و یعنی چنانه که ما اکثریت کارشناسان قبول دارند که این جنگ تحمیلی بود، این چنین صلح را هم قبول دارند که این صلح هم صلح تحمیلی بود، یعنی دو طرف نمیخواستند جنگ کنند ولی جنگ در فیسبوک مسئله جنگ تحمیلی گفته. حالا در همین باره فکری برادر الهام جان رو هم گرفتن بخواهم. گفتن که چه خیلی جنگ تحمیلی بود، آدم مثلا سگ رو به هم جنگ میاندازن، ما که آدم بودیم چه خیلی بالای ما جنگ رو تحمیل کردن. نه این از این سوال به من بوده که بله نه چنین نیست. یعنی اگر واقع بینانه نظر کنیم از انسان دیده، وقتی انسان میتواند که به درجه ملک بودن هم برسد، ولی اگر انسان حیوان شود از دیگر حیوان ها هم میگذراند. یعنی این مسئله باید به این طریق نظر نکرد. بله در تاجیکستان زمینه های اختیلیان زمینه این جنگ وجود داشت و سببش هم در این محلگرایی بود که امروز باز میبینیم که به این پیش از ما مسئله اون دشنام هایی که در اینترنت این شب و روزها چرخ میزند، این هم یعنی من این حادثه رو اگر چندی خودم به واسطه میدونم از اون سکرین شات ها از اون رسم های دیدم که یعنی با دلیل که طرف مقابل اون برادر بدخشانی رو با مذهب و خواهر و برادر و همه یعنی دشنام های قبیح ترین رو میکنند طریق چت،
و آن که جواب میدهد آن را گرفته میان مردم پهن میکند. یعنی این معنای آن را دارد که یک گروه میخواهد که هدفمندانه چنین یک نزاعی محلی را میان شهروندان تاجیکستان راه اندازی کند و متاسفانه مردم آن زمان به چنین یک دسیسه ها داده شدند. ولی امروز که خدا را شکر ما یعنی وسیله وسایل اخبار و این شبکه‌های اجتماعی وجود دارند، مردم تاجیکستان میتوانند که زود با هم در تماس شوند، یعنی با اطلاع رسانی کنند و ما یعنی خوشبختانه ما میتوانیم که امروز و به فکر من هم که جوانان به این ویروس محلگرایی خیلی کم اثر یافتند، ولی به هر حال ما تلاش های رو میبینیم که نسل جدید رو هم میخواهند که به این یک نزاع محلی بپیچونند و مردم رو به هم بشورانند. ولی ما میبینیم که طریق این شبکه‌های اجتماعی و وسایل اخبار این کار پیشگیری کرده می شود و علاوه این کار اثبات کرده شد که این دشنام‌هایی که بودند مخصوص هدفمندانه با اون برادر بدخشانی، حتی اون چیز چنان گفتم در دست من هم هستند اون اسکرین‌شات ها که طرف اون برادر بدخشانی مذهبش رو، خواهرش رو، یعنی معذرت میخوام تو خواهر گوهر بودگی فلان فلان، همی خیلی دشنام‌های قبیح ترین رو میکند و اون طرف مخصوص اون طرف رو به احساسات میبیورد تا اون طرف جواب بدهد و طرفی آن برادران بدخشانی رو حرفایشون رو کوتاه قیچی کرده بپرسند. ببینید برادر الهام جان، ببینید حالا این مبارزه ها با مخالفین یک مبارزه سیاسی است و این پناهنده شدن مخالفین به اروپا و این گونه مبارزه های اطلاعاتی، جنگ اطلاعاتی ادامه دارد با حکومت جمهوری تاجیکستان و روز به روز این کارنشایمی های حکومت جمهوری تاجیکستان را به ثابت میرساند، یعنی ثابت میکند. نگاه کنید این از یک طرف، از طرف دیگر برادر الهام جان نگاه کنید، از طرف دیگر این مسئله های مخالفت های سیاسی یک سو و ملت مردم با هم، مردم منطقه ها رو با هم در حالت درگیری قرار گرفته شدند. اکنون ببینید که ما اساسگذاری صلح و وحدت ملی داریم. این اساسگذار صلح و وحدت ملی در همین شب روزی که منطقه ها با هم در آمیخته شدند و با مخالفین سیاسیش یعنی ساز گرفته نمیتواند، به حرفای مخالفین سیاسیش گوش انداخته نمیتواند، این چگونه میتواند همین وحدت باشد و این هم اساسگذار هم داشته باشد؟ تشکر. خیلی میشنوید منم؟ میشنویم. بله تشکر. خیلی یک سوال جدی هست. واقعا شخصا من و شاید مثل من هزارها نفر، شاید میلیون ها نفر امروز اساسگذاری صلح و وحدت که جناب رحمان خودش رو اعلام کرده است باور نداریم. ما این رو اساسگذاری اختلاف ها خواهیم دانست، زیرا که در هر برنامه تلویزیونی ها برآمدهایی که به جشن وحدت یا به یگان خصوص صحبت میکند همیشه از زبان او اختلاف به وجود میارد. تحقیر کردن مادران، تحقیر کردن خواهران، تحقیر کردن حجابداران، تحقیر کردن مخالفین، یعنی به اختلاف انداختن. برای همین این خیلی مثال های زیاد است که ما اینجا مثلا وقتی خودمون رو صرف نخواهیم کرد به مثال آوردن، برای که مردم خودش میداند. برای همین مثل منها رحمانوف را اساسگذاری نه صلح و وحدت بلکه اساسگذاری اختلاف اندازی و جنگ و خونریزی خواهیم دانست. از این جهت ببینید در چخلی که گفتم در تاجیکستان من شما امروز نه تنها وحدت وجود ندارد، حتی اگر هم وجود داشته باشد این چیزها نسبی است. چی آزادی است، چی حقوق انسان است، حقوق بنیادی هست، صاحب استقلالی است، اینا همش نسبی است و چخلی که من هم پیشتر گفتم تا رفت این گرسنگی و این تشنگی معلوم شده ایستاده است و هم حکومت جمهوری تاجیکستان و خود ملت نیاز به وحدت دارد، نیاز به آزادی دارد، نیاز به صاحب استقلالی دارد.
اگر این گرسنگی رو این تشنگی رو امروز که حکومت البته کرده نمیتواند، ولی جامعه شهروندی، خود مخالفان، خود مردم اگر این نیاز رو پوشیده نکند، این تشنگی رو نشکند، باور کنید روزی می شود که کلا به ترتیبی ها و به نظمی ها در تاجیکستان رخ خواهد داد. در اینجا بسیار صحبت های خوب شد. اون مادر عزیز که صحبت کردن خیلی برای من پسند آمد. اگر ساعت ها صحبت میکرد من گوش میکردم. واقعا رحمانوف را گفت یک جنایتکار است و خیلی که همه میدونیم و بیشتری ملت هم میدوند که این یک جنایتکار است و خودش هم برای جنایتکار بودنش میدوند و امضا هم کرده است. من باز یک بار دیگر اثبات خواهم کرد و این اثبات جنایتکار بودن رحمانوف، مخالف به صلح و وحدت بودن، مخالف به وحدت بودن، مخالف به آرام بودن خودش امضا کرده است و من اثبات خواهم کرد. سال 2016 برای همه ما معلوم است در همون سازشنامه صلحی که سال 1297 در مسکو بسته شد، غیر از این با یک حجت دیگر هم به امضا رسید که سند همدیگر بخشی بود. اون سند همدیگر بخشی بعد از آنکه کمیسیون آشتی ملی کار خود را در دوشنبه شروع کرد، اون را تقویت بخشید و امضا کردند. یعنی سند همدیگر بخشی به معنای این است که اون دو طرف جنگ هست و دو طرف جنگ همدیگر را بخشیدند. هر کاری، هر عملی که انجام شد بخشیده شد. حتی رحمانوف جنایتکار که در اون سال جنگ خیلی انسانها را به قتل رسانید، از جهانخان رضایف تا دیگرها، سنگری و فیضلی و نمیدونم دیگرها رو به قتل رسانید، اونم بخشیده شد. اون هم در سند همدیگر بخشی فرآمد و او جنایتاش پوشیده شد. ولی سال 2016 وقتی که خود را پیشوای ملت اعلان کرد، وقتی خود را اساسگذار صلح و وحدت اعلان کرد، یک قانون هم از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید به نام قانون درباره اساسگذار صلح و وحدت و پیشوای ملت. اون ماده 5 این قانون میگوید که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، برای عملهایش در دوره اجرای وکالت‌های رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سرور دولت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و صلاحیت اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت به جوابداری کشیده نمی‌شود. یعنی آن سال‌هایی که و تا حاضر و همین روز اگر همین اساسگذار صلح و وحدت در ناخونک اگر جنایت کند، در نزد قانون جوابگر نیست، او را به جوابداری کشیده نمی‌شود. وقتی که سال 97 و بعد از آن سند همدیگر بخشی به امضا رسید، تو را بخشیدن، این قانون برای چی برای تو لازم است؟ به خاطر آنکه واقعا اون مادر عزیز، اون مادر گرامی خیلی خوب گفتن که رحمانوف جنایتکار است، رحمانوف قاتل است، رحمانوف خیلی جنایت‌های واضح کرده است و خودش را با پوشش دادن همین قانون گویا که عملا خودش را در نزد قانون به جوابداری کشیده نمی‌شود. یعنی که می‌خواهد که به جوابداری کشیده نمی‌شود و خودش به همین قانون امضا کرده است. یعنی همین قانون عملا خودش اثبات کرده ایستاده است که رحمانوف اساسگذار صلح و وحدت نیست، پیشوای ملت نیست، او جنایتکار است، او جنایتکار است. و همین ماده به یک رهبری غمخوار هر بگذار فرض کردیم پارلمان تاجیکستان بسیار خدمت‌هایش را به اینابت گرفتند و همین لایحه را برای امضا به رهبری کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بردند. هر یک قانون تا رهبری کشور تا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به امضا نرساند و عملی نمی‌شود. بله 100%. همین جایها را خوانده، اگر شرمش نآمده باشد به همون قانون امضا کرد، از این دیده پوست غفص دیگر آدم نیست. همون دیده همین قانون ها رو خوانده باید دیده بعد امضا ماند. بله وقتی که انجام رو بخونی مردم تو را ببینید رهبر کشور گفته است تو جنایت میکرده ای، از جنایت معاف میشده ای، فرزندانت جنایت میکردن از جنایت معاف میشدن و شما این گونه ایمونیتت پیدا میکردید که هر یک جنایتی که میکنید پیگیری نمیشدید، بذری این خودت با امضا میمونده ای. همین شرمت کجا شد؟ حیایت کجا شد؟ آدمگری شوکت جان گرامی این خودش نوشته، البته که خودش نوشته نیست، اون خودش سفارش داده است و خودش
همین حرفا رو هم تاکید کرده است که نویسد که عملهایش یعنی که همون جنایت‌هایش در دوره اجرای وکالتی رئیس شورای عالی رئیس جمهوری تاجیکستان بودن، پرزیدنت بودن، سروری دولت بودن به جوابگری کشیده نشود. یعنی که عملهایش در دوره فلان 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 تا امروزه این سفارش خودش است. این برای همین پست خاصی او یا مثلا برای خودش پست خوک را کشیدن یا پست خر را کشیدن، این خودش امضا میکند و خودش این رو هم ترتیب داده است و اینو وظیفه گذاری کرده است. برای همین او یک جنایتکار است، او یک اختلاف اندیز است، او تا حاضر جنایت کرده است و چه که شما میدونید در هر سخنش باور کنید همون ماده 189 که به نزاع انداختن بین قوم ها و بین دین ها و همون ماده در متنش در حال یادم نآمده است ماده 189 به نزاع انداختن بین ملت ها و بین دین ها، اون هر روز نظام اندازد، هر روز نظام اندازد، در هر برنامه در هر گفتارش نزاعی است. اگر امروز حکومت جمهوری تاجیکستان واقعا یک حکومت صلاحیت دار می بود، این سود آزاد می بود، حکومت آزاد می بود، یعنی که حکومت اجرای آزاد می بود، حتما چنین پرزیدنت رو به جوابگری میکشید و نمیدونم با این جنایت‌هایی که قتلی که انجام داده است و زمین و اون چیزها رو که فروخته است و همه جنایت‌ها رو انجام داده است، باید به 100 سالها این رو برای زندان کشیدنش در کار است. ولی باید این رو به مردم هم بگویم که انشالله روز خواهد رسید که این قانونش برای خودش هیچ اثری نخواهد کرد و مردم جزای او رو خواهد داد. مسئله دیگر مسئله این است که من تست گام میزنم به خاطر اینکه خیلی میترسم که وقتی شما رو بسیار نگیرم چون میدونم که برآمد کننده خیلی زیاد است. مسئله دیگر فقط نهضت اسلامی تاجیکستان یا اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و مخالفان را به گناهکار اعلام میکنند گویا که صلح را به خاطر منصب کردند، گویا که صلح به خاطر منصب باشد. نگاه کنید همون اعضای کمیسیون آشتی ملی که 18 نفر از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکرد و 18 نفر از جانب اپوزیسیون تاجیک فعالیت میکرد، کدام آنها وظیفه گرفتند؟ امروز همین از همون داستیف نامش از یادم برآمد، عبدالمجید داستیف، آغاز از عبدالمجید داستیف تا آخرین اینها در وظیفه ماندن، تا حاضر در وظیفه هستند اکثریت اینها، ولی همون 18 نفری کمیسیون آشتی ملی در کجا هست؟ کی وظیفه گرفتن؟ استاد سید عبدالله نوری مگر وظیفه گرفت؟ اون محمد علی حید استاد گرامی که امروز در زندان است ابدا او رو زندان کردن، او وظیفه گرفت؟ واقعا نهضت اسلامی تاجیکستان و مخالفان هیچگاه به وظیفه تلاش نکرده بودند و اون 30% که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در این سازشنامه هم آمده بود و باید 30% آن رو مخالفین، نه تنها نهضت اسلامی تاجیکستان، مخالفین باید آن رو میگرفتند، آن رو حتی 1.8% همگی گرفتند. خلاص به خاطر این صلح نهضت اسلامی تاجیکستان یا صلحی که اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک با این رحمانوف بسته بود به خاطر منصب نبود، برعکس این فرانت خلقی، این رحمانوف به خاطر منصب، به خاطر پولی که از روسیه وعده شده بود به خاطر همین امضا کرده است. انا برای وقتی که به خاطر پول و به خاطر منصب رحمانوف امضا کرد، به خاطر همین نه صلح هست، نه آرامی هست، نه وحدت است. برای همین نباید ما همین مسائلی که امروز خود حکومت میگوید اختلاف اندیزی میکند که گویا نیروهای اپوزیسیون تاجیک به خاطر منصب و به خاطر پول نمیدونم به خاطر چی صلح را امضا کردن، این هم یک اختلاف اندیزی است. باز یک مسئله دیگر است. سازمانی که شما رهبری میکنید یک قنات ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان است. ببینید حالا موضوع ما امروز ایدی وحدت و پراکندگی ملت است. وقتی که این حرفا رو میگویم یعنی نگران از آن هستیم که با وجود آن که دعوای وحدت میکنیم مردم ملت پراکنده است. ولی حالا میگفتید که ما برای از پراکندگی نجات دادن ملت باید چی کارهای انجام داده باشیم؟ باید ما اصلا جامعه شهروندی تاجیکستان باید قوی باشد. وقتی که ما نه جامعه شهروندی داریم نه انستیتوت‌های دموکراتی ما قوی داریم، ما به این مسئله که شما گفتید نخواهیم رسید. این پراکندگی همیشه خواهد بود
برای چی؟ برای که ما در یگان سمت قوی نیستیم. یعنی که همون سمتایی که باید در یک حکومت آزاد، در یک حکومت پیشرفت قوی باشد، اینها فلج هستند، اینها فعالیت نمی‌کنند. نداریم، باید داشته باشیم. بله، باید داشته باشیم. که قوی نیستیم. ما رو همین حکومت ضعیف کرده است. یعنی همین جامعه شهروندی رو همین حکومت ضعیف کرده است. حتی در تاجیکستان برای آن که بیگناهیت رو به ثابت رسانی یک ادوکات خالص یافته نمیتونی. برادر عزیز، شوکت جان نگاه کنید، باید طبق قانون جمهوری تاجیکستان 3 شاخه حاکمیت دولت باید جدا باشد. درست است؟ وقتی که جدا باشد، حاضر داریم لیکن جدا نیست. بله، در قانون هست، در آن نوشته شده است با رنگ سیاه، در قانون نوشته شده است، اما عملا وجود ندارد. وقتی که چنین وجود ندارد، اینستای دموکراتیک ضعیف هستند، تماما وجود ندارد. جامعه شهروندی ضعیف است، از گفتن سخن حق میترسد، دفاع کردن یک نفر رو میترسد. واسطه اخبار عامه تماما وجود ندارد، همش دولتی هستند و برای چاپلوسی و همیشه مثلا کینه‌توزی و نمیدونم یک نفر رو تعریف میکنند. ما این پراکندگی ملت خواهد بود. برای چه مردم حالا در آرزوی آن است که همین کشور تاجیکستان رو پرتوید، رود در یک روسیه، در یک کشور دیگر زندگی کند. حالا نگاه کنید، همین ندارت ها را ما هر روز گفته ایستادیم. بله، همین ندارت ها را هر روز گفته ایستادیم، نورسایی ها را. ولی ما خواهش میکنم که اینجا فکر اندیشه خود را درباره آن که چگونه همین ندارت ها از بین برود، اصلاح بشود و به دست آورده شود. یعنی 3 شاخه حاکمیت داریم، باید مستقل باشند، مستقل نیستند. چگونه باید مستقل شوند؟ یک، حاضر ما ملت پراکنده است، باید به هم بیاید. چی سیاست های باید پیاده شود که باید ملت به هم بیاید؟ میخواستم به هر دو همین چیز فکر شما رو بشنوم. تو بیاید اینو نگاه کنید. این خیلی مثلا یک مسئله خیلی جدی است، یک مسئله خیلی گلوبالی است، یک مسئله خیلی کلان است. مثلا این درباره هویت ملی هم خیلی رول کلان بازی میکند که ما به بحران هویت ملی گرفتار شدیم. میفهمید؟ وقتی که در یک ملت، حالا همچون یک ملت نسب زده است، همچون یک ملت قوی نشده است و هویت ملی بحران هویت ملی گرفتار شده است، ما با پراکندگی دچار خواهیم شد. این خیلی یک چیزی واضح است. این رو نمیشود که با یک در یک 5 دقیقه و 4 دقیقه کوتاه گفته شود. این ساعت‌ها باید صحبت کنیم. این خیلی توجه دید. نگاه کنید، در اینجا رول اساسی در کشورهای دموکراتیک و بخصوص آسیای مرکزی یک نفر رول کلان بازی می‌کند. این هم باشد رئیس جمهور یا پرزیدنت کشور است. وقتی که رئیس تمام مشکلات تاجیکستان و پیشرفت تاجیکستان به همین منصوب است. نگاه کنید، تمام مشکلاتی که در تاجیکستان هست همین رحمانوف ساخته است. اگر امروز رحمانوف از سر حکومت با این کماندش برود، 80 من باور دارم که در طول 2 ماه 80% مشکلات مردم حل خودش را خواهد یافت. چرا امروز آذوقه اولیه مردم قیمت است؟ آرد و روغن و برنج و شکر که مردم همین رو میخورد چرا قیمت است؟ برای اینکه این در دست مونوپول شده است این بیزنس ها و در دست عائله وجود دارد. وقتی که این عائله از بین میرود، این نرخ اتوماتیکی خودش ارزان میشود. شما میفهمید؟ برای مردم بفهمد که چرا مواد آذوقه‌واری آنها قیمت است، به خاطر اینکه اینها هر نرخی که میخواهند و میگذارند، چون که این بیزنس، این تجارت مونوپول شده است و نرخ گذاری در دست همینها وجود دارد. همینها نرخ گذاری میکنند. وقتی که این عائله از بین میرود، نرخ باور کنید 50 تا 100% ارزان خواهد شد. برای چی مردم برق ندارند و برای چی مردم برق ندارند؟ موافقم برادر، ولی که وقتی این عائله از بین میرود، بله چگونه باید از بین برود؟ بله، این مثال در اینجا که چگونه وقتی یک عائله قوی تمام تجهیزات‌های تکنیکی و حربی و پول و مال دارد، چگونه از بین میرود؟ واقعا این یک سوال مهم است. پیش از رفتن این باید مردم به خود باور داشته باشد، ترس از مردم دور نکند. برای همین این گیبلز ها، یعنی که حکومت گیبلز هایی که امروز فقط مردم رو میترسوند، تبلیغات ترس رو برای مردم آورده است و تبلیغات میکند، مردم تا در ترس هست. ولی من انشالله باور دارم که همان زمانی که مردم از ترس جدا شد، انشالله مردم بیدار خواهد شد و
ҳамон лаҳза ин оиларо аз байн хоҳад бурд ва мо ҳам кӯшиш кунем ки мардум аз тарс ҷудо шавад. ин ягона роҳе аст ки бояд мардумро аз тарс ҷудо кунем ва ҳамеша ҳамин барномаҳои шумо ҳам сабаб аст ки мардум ҳам бедор шавад ва ҳам аз тарс ҷудо шавад. инҷо хеле ҳоло боз иншоалло ба шумо бармегардем. инҷо як нафар бо номи патриот кайҳо боз интизор ҳастанд ки сухан кунанд. برادر پاتریوت بفرمایید. بعد از اون نفرانی که پیوست شدند با اونها سخن می‌گیم. برادر الهام جان تشکر زیاد، با بسیار مسئله های مهم شما داخل کردید و حرف زدید. پاتریوت سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر حضور که بسیار شما من میدونم برادر وای چخیر این اولاد دفع میشود. حاضر خلق ما برای این تیار نیست که خزان روان شورش بردارن. خلق ما برای این تیار نه. هر اون کسی که مثلا اون برادرها هستن که مثلا یکی پدرشون رو محکم کردگی، یکی دیگر خیشو توار، так برای آن هوای حال تیار نه. این همون وقت نه که بسیار هوشیار شدگی خلق خودم، خلق تاجیکستان، بسیار هوشیار شدگی نه که هیچ که وای ندارد که این خیلی غیرت ندارد که خیزدو یکون گپی حق زنند. میبرن ترمیم میکنن، محکم میکنن، همولی نیست میکنن. هیچ که دکتو هم خلق تاجیک هم خیلی زده شدگی که انمی چیزا رو نمیخوام. آنکون استید استید دکو ما گلون برادر. الو من فهمید دوستان. ها آنکون من میدونم این چخیل میشد وقتی که اماملی بیستری میشد و وقتی که مرگش که نزدیک اومد انا همون وقت این اویلا وی بینید 7 دختر دارد، چند پسر دارد، کم چند داماد دارد، رسو بسیار اولاد کلان دارد. انا همینو گوشت یکی رو خودشون میخورد. وقتی که تلاش میکنن این خیلی میکنن البته یا بر شورش میشد یا بر خونریزی میشد در تاجیکستان. اگر همین مخالفین اگر در وقتش اگر بیان اگر مثال همین خیلی گیرن دولتی مثال پیش برن تونستن اسپید کردن میتونن، نتونستن خیلی باید اماملی دیگر میبرد. همین خیلی خوب، تشکر به شما برادر عزیز. تاجیکستان بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار فکرهایی که یکا داشتیم رو برادرها گفتن علاکه در فکرشون روزی هستن تکل کردنشون بگیم لازم نیست. اما تو اون وقتی که فهمیش سیاسی مردم بسیار اگر زیرک نشن همه خیلی دوام داده رفتن میگیره. برای که این حوض یکا شما نگاه کنین چند نفر ما رو تماشا داره؟ بله. چند نفر تماشا داره؟ 500 نفر. 500 نفر. شما مثال بگیم سوسیال اکسپریمنت بگیم نگاه کنین جامعه را، یک کانالی که به معنی است یگان از اون کانال یگان فایده نیست، نگاه کنین که چقدر مردم و چقدر جوانای ما امور را تماشا کانالی که بغرض از فحش در اون روی چی نیست. اما این خیلی است مردم مردم به همونجا اهمیت میدهد که در اونجا حرف ها حد فهم خودش رفته ایستاده است. البته من به شما موافقم. در مردم زیاد میشود که در اونجا سخن ها حد فهمیش خودش رفته ایستاده است. لیکن اگر ما هم مثلا گریم به حد فهمیش مردم کار بریم، به حد فهمیش مردم برنامه بریم گوییم، ما به حد مردم باید بفروییم. لیکن کار باید چگونه باشد؟ مردم رو باید از عقب علم معرفت و سیاست، اقتصاد و اینها باید بکشی. هرچند مشکل است، هرچند در اول نفران کم هستند، شماره کم هست، باید کشاله کنی. با این باید صبر داشته باشی. و این که مثلا گریم در یک برنامه هایی که در اون عموما فهمش سیاسی،
دانش سیاسی برداشته نمی شود، دانش اقتصادی برداشته نمی شود، جمعیت شناسی بولو برداشته نمی شود و با بعضی چیزها همین چی میگن خایپ میگن، چی میگن، همین خیلی میکنند و شماری بینندگان تماشاگران خود را زیاد میکنند. این چیزها و این چیزها ما باید داده نشویم برادر عزیز. البته برادر، فقط ما کم گپ میزنیم، کمتر هیجان داریم میغلطیم. مثال فکر خودمون ناخوش رو گفتن نمیتونم. البته چیزایی که شما گفتین 100% راضی هستم. به نهایت گپای درست زدین اکا. البته مبارزه برده‌این. ما نگاه کنیم که چند قدر پیش نمیدیدی در چی توجیک نمیدیدی که اکسپرت‌ها برای رنگ مثال بگیم آدمای دولتی پیش گوش میکنیم، مثال بگیم روسیه مثال اکسپرت‌ها گپ میزنن، اوزی ما میبینیم بچه‌های ما گپ میزنن چه خیلی برو گپ میزنن، ما حتی گپ زدن نمیتونم با زبان توجیکی سوز نگاه کنیم باور کنیم خرسند میشیم که ما هم ان شاءالله که پیش رفتیم. وقتی که فرهنگ سیاسی ما پیش میرود بسیار مشکلات خودشون حل خودشون مییابند. البته رحمت. تشکر به شما برادر عزیز. هلا شوکت جان بعد برادر هلا سخنتی باز ان شاء الله الهام جان به شما برمیگرده. هلا گپ زنند. هلا میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. هستید اینجا؟ میکروفون هلا خاموش است. برادر الهام جان بفرمایید. وقتی ما هم مونده است ان شاء الله که اون بحث ما من شما یا اون امروز موضوعی که بحث کرده استادیم و شما چند سوال هم دادید نفهمیدم که اون سخن رو به دیگر دید و یک جمله آخر من بگویم به هم شما هم به تماشابینان عزیز. خیلی که شما گفتید چگونه باید سه شاخه دولت مثلا از هم جدا باشد، جامعه شهروندی مثلا قوی باشد، انستیتوهای دموکراتیک قوی باشد و اینها. وقتی که خواهش در تاجیکستان نیست، راهبری دولت و کماندی و حکومت خواهش به همین چیز ندارد، این چیز به وجود نمیاد. وقتی که خواهش باشد، اگر همین روز رئیس جمهوری تاجیکستان بگذار همون اساسگزار صلح و وحدت میگوید، نجاتگری وطن میگوید یا هر چیزی میگوید، همین نفر همین قاتل اگر امروز خواهش پیدا کند، باور کنید در دوام یک هفته جامعه شهروندی هم قوی میشد، واسطه اخبار عمومی یعنی که خصوصی هم پیدا خواهد شد و جامعه شهروندی هم قوی خواهد شد و یعنی سه شاخه دولت از هم جدا فعالیت خواهد. اگر رئیس جمهور و کماند او خواهش داشته باشد، ولی که من میدونم 100% و همه شما میدونید که آنها خواهش ندارند، چون خواهش داشتن اینها به منفعت اینها نیست، بر ضررشان است. وقتی جامعه شهروندی قوی می شود، واسطه اخبار عامه قوی می شود، اینها مرگ اینها است. آنها نمیخواهند که بر محل مرگ آنها را دریافت کند و برای همین همیشه ضد اینها فعالیت میکند، فشار میبرد، زندان میکند. امروز ده ها نفر، زیاده از 20 نفر ژورنالیستان تاجیک در اروپا پناهنده گرفتند. به خاطر چی؟ به خاطر همین رحمانوف، به خاطر آنه که آزادی مطبوعات وجود ندارد، جامعه شهروندی آزاد نیست. یعنی که خواهش ندارند اینها. وقتی خواهش ندارند اجرا نخواهد شد. ما به سبب قدرت، یعنی که شما چگونه باید همین کارا رو انجام دهیم که اینها قوی شود. گفتید با یک سوال همین طور، یعنی که ما باید، ملت باید به سبب قدرت آنها را بیارد که چنین خواهش ها را داشته باشد، چنین خواهش داشته باشد که سه شاخه حاکمیت باید جدا باشد، جامعه شهروندی قوی باشد، انستیتوهای دموکراتیک قوی باشد، واسطه اخبار عامه فعال باشد، خصوصی باشد و حتی دولتی نباشد. یعنی که ما به سر قدرت همین نفر را آوردن نکن و به سر قدرت چگونه آوردن را ان شاء الله در یک برنامه دیگر هم خواهیم گفت. چقدر که ما گفتیم یک از همین سبب خود این ملت سبب است که چنین به سر قدرت چنین نفرها رو خواهد آورد. این از ملت وابسته است. تشکر. اگر یگان سوال اضافی باشد مرحمت، اگر یگان نفر دیگر صحبت میکنند. چون من این سخن از بحث اون چند دقیقه پیشتر اون بود که یا کنده شد یا من شما رو نفهمیدم که شما سخن رو الکی به دیگر نفر دادید. تشکر. عزیز گرامی، به نهایت حالا یک نفر زنگ زدن، اول صحبتی آن کس رو گوش کنیم. الو
الو میشنوید شما رو؟ من میشنوم، میفرمایید. خب برادر من از صدایتون یک فهمیدم که خیلی شما خوب تکرارا زنگ زده شدید. بله بله شما اجازه دادید اگر خوی من دیگه زنگ نمیزنم. نه من صدا شما رو گوش میکنم. بفرمایید برادر، من یگان چیز نگفتم، فقط از صدایتون شناختم برادر عزیز. نه بله من با اون من خوشحال از آن هستم که شما بسیار به برنامه مراق پیدا کرده هستید و میخواهید در برنامه صحبت کنید. من از این خوشحال هستم برادر، بفرمایید. خب برادر عزیز، همون برادر هم یک حرفای خوبی درباره سیستمی که حالا دولتی در دولت ترکیه هست و بسیار برادرها میگه که چی باید کنیم، چیکار کنیم. آخه سوالاتون خودتون همین برادر خوب خیلی جواب عالی داد. یعنی که همه ساختارها، یعنی بیزنسی که در دست یک عائله است، یعنی که هم آرد و گندم و بنزین، هیچ قدم ممکن این از همه آسان‌تر است ولی سنگین‌تر است. آسان‌تر اون است که ما نباید از هواپیمای مثلا که اون بر عائله در چیز است تعلق داره، از بنزینی که بعد عائله تعلق داره، از اون همون انشاءاتی که برای همون بر یک عائله چیزا نباید استفاده برید. سنگین است. برای مثلا چگونه مثلا بهتر رفته از همون دهقان همون آذوقه بره با بانک‌هایی که مثلا با بانک‌های دولتی که نه دولتی بانک‌هایی که مثلا ما پول میفرستیم بر خش تبارا و پدر و مادران، نباید ما بفرستیم، برای که اینا از اینم پول کار میکنن. ما خودمون گفتی آدم‌ها که در زیر ریشه درخت آنها ما خودمون آب می‌ریزیم و آنها رو میشکفونیم. این همین است. نمیگه هر کس نمیگه که من شما رو گرفته چوب گرفته و یراق گرفته روین در اون جنگ. نه، نباید استفاده بره، نباید. سنگین است ولی گفتی روسا که خوشیت توانستن از این بدتر ما نمیشه. با علم حالمون بدتر است. بخواه اگر که در همین حالت تعاملی که ما که هسته بیشتر همین کار را بگیره. یکم آذوقه حتی همون برنج و روغنی که مثلا در اون مغازه استفاده میدونیم که از اون یک عائله است نخریم. تمام. و از این با مدت یک سال اگر همین کار را تحمل کنیم ببینید که بچه چقدر او ضعیفتر میشود میرود و اون مجبور است یا اینکه با بشیند و مثلا سیستم را عوض کنه. ولی من 100% باور دارم که هیچ گاه عوض نمیشود. برای چی؟ چون که این یک دولت ماریونتیشی میگن. چی میگن؟ او گفتی آدم‌ها فرمال نه یا که بگه دیوره مثلا این دولتی صاحب استقلال یکی de facto این گفتم نونکر دیگر که اون کشوری که هست خودتون میدونید از کی است. میفهمی؟ برای همین بر همه برادران مهاجر و چیز التماس میکنم که یک هویتتون رو با هوشیار کنید و تازه کنید و ببینید مثلا با احساسات دادن نشید و فقط یک چیز استفاده نبرید. هر یکی میدونه که همین مال همین دولت یک آدم است نخرید، استفاده نبرید. میفهمید؟ تمام دیگه یگو مشکلیش دیگه نیست. ما همین خدمت میتونیم پیروزی شدن. خب ببینید برادر عزیز، اینجا من به شما یک سوال پیدا شد. حالا ما خودمون میدونیم که در تاجیکستان تمام محصولات غذایی اکثریتش مونوپولی است. از بیرون بغیر از همه ها دیگه کس وارد نمیکند. وقتی که از اینها مردم نخرید و اینها به دیگه کس حق ندادن که وارد کند، مردم حالش چی میشه؟ برادر اما آوازو کمی کنده میاد. یه بار دیگه چیز همون ببینید اینها مونوپولیستند. بله اینها مونوپولیستند. نمیگذارن که دیگه رو محصولات وارد کنند. اکنون شما تفسیر داده شدید که به مردم از اینها خریداری نکنند. مردم از اینها خریداری نمیکنند، اینها به دیگه کس وارد کردن نمیموند. حال مردم چی میشه؟ خب یعنی که مثلا یک شما گفتنی که یک آدمی دهقان ساده، یعنی که یک آدمی عادی، یعنی که یک ساده، یعنی که چه بگم مثلا یک همبغل، درسته که مثلا او حتی حقوقی یک چیزی ندارد که ماشه یک قوی ندارد که مثلا رفته از اینجا از اون بار بیارد. ولی به هر حال مثلا اون پول میواد که میرد از همون مغازه‌ای که هست، روغنی که در اونجا مثلا من نمیدونم تقریبا میگم $1 است ارزانتر، ولی در بازار او $1 $1.5 است.
مثلا من در نظر میگیرم این یک آدمی فرد آساده که در خانهش همون روغن هم پیدا کردن نمیتواند مثلا، ولی مثلا همون مثلا با مردم رسانده که بیا نخرم از این میخرم او مثلا حسیات یک بار دیگه هویت رو داخل کردن در کار. این اول این یک چیز سادگی. دوم مردم مهاجر شما میگی چگونه انتقال با بانک نه 100 راه دیگر را شد. من 10 سال پیش با خودم تصمیم گرفته بودم که من دیگه با یگم هواپیمای تاجیک ایر نه سامانه استفاده نمیکنم، چون که مرا یک بار در همین سامانه وقتی که من از آلمان به تاجیکستان اومدم مرا در همون فرودگاه با من بسیار دغلانه مثل حیوان رفتار کرد. من قسم خوردم که من استفاده نمیبرم، من هیچ کیم، من مثل یک چنگ ذره نه، ولی من نمیخرم. من میمونم فقط از تاشکند یا که تا سمرقند، بعد از اونجا وارد میشدم. یک گفته دادم پرینسیپ ناموسی بود، هویت بود. چرا یک آدم میتونه دیگر رو کنه نمیتونه؟ من باید بر شما گفتم که سنگین است، خین است مثلا برای این راه رفته، لیکن از این بدتر نمیشود. آخه از این مثلا حالی که تاجیک داره در اونجا این چگونه است؟ چرا باید بخواد؟ مثلا همه اینجا برادران میگن که بیاید مثلا انقلاب همینه، سنگ و چوب و یارو رفته باز هم آدم کشید. نه، گفتی آدم‌ها که سم شده باید همین نگاه دارن که اگر مثلا کمی مثلا انقلاب کنه اونا میگیرن گفتی میگن انا ببینید میگن اینا همه تروریستن. نه، نمیخوام خریدن، نمیخوام مال تو رو بگیرم، نمیخوام با هواپیمای تو برم تاجیکستان، نمیخوام. انا همین است. خوب تشکر برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. حالا با برادر حسن‌الدین نوبت میتیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر حسن‌الدین بفرمایید. ما خواستیم در مورد یعنی وحدت ملی یک جمله بگیم. صلح که بسته شد، صلح یعنی اشتی و به همدیگرایی، وحدت یعنی ادامه همون صلح، یعنی برادری و اتفاق و یگانگی گفتنی دوام همون صلح. اما در اینجا ما یک طرف به نگفتیم یا کدام طرف، اصلا ما باید یک موضوع را ببینیم که یک طرف حکومت این روز صلح چه بها میده، اما همون صلح گرفته، صلح و وحدت میتونه گرفته فقط با فایده خودش که خودش تنها مهنت کرده است. اما این خطا است. اگر مثلا ما بگیریم یک چیزی که تاریخ هیچ ما فراموش نمیکنه، تاریخ البته امروز باعث شدگی است. امروز رحمان امروز چه قهرمان اعلان کرده است، فردا خواه سر قدرت برود یا وفات کند یا که با واسطه انقلاب سر قدرت برود، او حتما خواهی اعلام کرده می شود. در همین سال 90 بگیم بعد همین اتحاد شوروی پاش بودن، یک نفر ما داریم با نام طاهر ابوجبار، این من یک 95% گفتم میتونیم که قهرمان میآیم بر اینجا. البته دیگر سردارای مثال مخالفان، البته دموکرات‌ها دیگراش بعضا کمبودجا دارن، شاید پستر باشد ولی که میگیرم، اما ما 100% گفتم 100% 95% گفتم طاهر ابوجبار جای او را میگیرد. این قهرمانی او از بین برده میشود، عنوان خائنی داده میشود. اما خیلی این وحدت جنگ کشید، جنگ البته زمینه هاش بود، جنگ تحمیلی بود، صلح هم شد، صلح زمینه هاش تحمیلی بود که از طرفدارایی که از هر طرف بودن اینا را مجبور کردن صلح کنن. خلاصه که همین صلح دوام نکرد، یعنی وحدت دوام نکرد، باید همین وحدت دوام میکرد. ما همین ناراضی هستیم که همین وحدت برای چی از بین برده شد. وحدت هم اگر گروه مخالفین هم در حکومت می بودن، با حکومت هیچ زیانی نمی‌آوردن، برعکس فایده می‌آوردن با حکومت که یک طرف کمبودی حکومت پیش می‌بردن. در اینجا خیلی برادرها گفتن که من یک چیز گفتنیم که وحدت اگر وحدت شود این فکر نمی‌کنم معنای را داشته باشه که وحدت البته تنجی و امانی است، برای پیشرفت خوب است، اما ما فکر نمی‌کنیم وحدت شد حتما ما پیش می‌رویم. در اینجا گرچند که اگر ما باید یک چیز بفهمیم که اگر امام رحمان از سر قدرت می‌رفت، یک گروه از مخالفان اگر پرزیدنت میشد دولت پیش نمی‌رفت، تو را باید گناهکار کرده نمی‌شود که وحدت ما یعنی اجرا نشه. البته وحدت سرجمی هست، گرچند که ما امروز می‌بینیم که شهروندان تاجیکستان البته قوای اساسی کارش بیرون از کشور است، اما این وحدت بدبختانه با همین
مثال اومد مجبور شدن وحدت کردن، امارات اما امروز وحدت شکست، خودش امروز اساسگذار اعلام کرده است. این هیچ مال درست نیست، هیچ مال مردم هم قبول ندارد. این اما امروز در سر قوت و قدرت داره، خودش با زور بالای مردم در مکتب است، دیگر جا مجبور بار کرده است که ما قهرمان هستیم، اساسگذار سول وحدت هستیم. این همین با رفتنش یا که با انقلاب همین کمتر دگرگون شود، این گفته چی که سمتی از سر همون وظیفه‌اش گرفته می شود، عنوانش گرفته می شود، بیکار کرده می شود. دیگه من همین را گفتم، مردم که 80% هیچ چیز قبول داره، یک 20%ش 10%ش ندونه، اگر 10% دیگه با فایده خودش هیچ چیز مجبوری میخواد که بالای مردم بار کنه که مردم قبول کنه، اما هیچ چیزی خیر نیست. خب من قبول کردم. حالا همینجا نفر به نام هلا چند بار وارد میشوند، حرف نمیزنند، خارج میشوند. برادر هلا هستید اینجا؟ بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. گپ زنید. حالا ما شما رو میشنویم. سخنی ما بسیار وقتش کم، برای من نمیخوام بکنم. در آینده خود صحبت میکنیم. اصلا برنامه شما رو ما خیلی گوش میکنیم، خیلی خوب. اصلی واقعی تاریخی گپ زده نمیشه و این ملت و این رحمان و این وحدت این همه دروغ هم. بله، همه قدر شما یعنی جان گپ رو گفتید در یک جمله. تشکر، می‌دارم که خیلی شما. حالا وقتی ما هم کم مانده است. تشکر به همه آنهایی که در برنامه ما شرکت کردند، سخنرانی کردند، برنامه ما رو پیگیری کردند، لایک های خود را گذاشتند، به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شدند. و تشکر به آنهایی که حالا ما را توسط رادیو پیام گوش میکنند. تشکر به آنهایی که ما را توسط تلویزیونی ماهواره‌ای پیام تیوی تماشا میکنند. و تشکر به آنهایی که ما را تنها تماشا کردند و سخنرانی نکردند، ابراز اندیشه نکردند. همین تماشا کردن خودش هم خیلی پیشروی زیاد هست. و هموطنان عزیز، ما وقتی آن رسیده است که وحدت ملی را واقعاً به دست بیاریم. با قند گفتن زبان شیرین نمی شود، باید قند را به دهان بگیری. با وحدت گفتن وحدت به میان نمی بیاید. باید ما واقعاً دست به سوی وحدت دراز کنیم. باید ما واقعاً به هم بیاییم، برای منفعت های ملی دست به دست هم بیاییم. و از همه مهمش این است که امروز چنانه که برادران در سخنرانیشون اشاره کردن، به از روی قانون رفتار کردن، از روی قانون زندگی کردن تنها اراده نمیرسد. در سطح حکومت اراده سیاسی نمیرسد، در سطح مردم اراده شهروندی نمیرسد. اگر در سطح ملت، در سطح مردم اراده شهروندی باشد، اراده شهروندی یعنی چی؟ خواستن این که از روی قانون زندگی کنی، از روی قانون حقت را طلب کنی، از روی قانون عدالت را طلب کنی، از روی قانون از حکومت طلب کنی که حقت را بدهد. یعنی اراده سیاسی از جانب حکومت این است که از روی قانون رفتار کردن را بخواهد. اگر این خواهش را داشته باشد، حتما تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد می شود، حتما تاجیکستان کشوری دموکراتی می شود، حتما تاجیکستان کشوری عدالت محور می شود. یعنی در سطح حکومت اراده سیاسی نمی رسد. در سطح حکومت اراده سیاسی نداشتن برای قانونمندی، این نشانگری آن است که حکومت قانون را مانده با جنایت کشور را اداره می کند. یعنی یک حکومت امروز در سر قدرت هست که نفران در سر قدرت هستند که امروز با جنایت
کشورداری میکنند، حکومت داری میکنند. یعنی اینکه از مقام منصبشان سوء استفاده میکنند. وقتی که نفرانی در سر قدرت هستند که از مقام منصبشان سوء استفاده میکنند و قانون را یک طرف مانده با هوای هوس خود کشورداری میکنند و ضد قانون کار میکنند، عدالت وجود ندارد، حقوق بنیادی وجود ندارد، دموکراسی وجود ندارد، چگونه میتوان در این حالت وحدت به میان آورد؟ چند نفر رو میتوانی راضی کنی که طرفدار این گونه ظالمی تو باشد؟ عده زیاد این را میبینند، هرچند سر و صدا بلند کردن نمیتوانند، چون که تو در حکومت ارتش داری، امنیت داری، وزارت کارهای داخلی داری، شعبه ششم داری، چند چیز دیگر داری که حتما سوی مردم روانه میکنی تا زبان مردم را ببندد. برای همین هم ایده از مردم هرچند این عدالت نبودن عدالت را میبینند حرف زده نمیتوانند. یک ایده هستند که از جانشان گذشتند، میگویند که تو ناعدالتی کرده ایستاده ای. مردم به چند تقسیم شدن همینجا؟ به یک چند گروه ها تقسیم شده رفتن. یک گروهی خاموش ایستنده که در قلبش شما را بد میبیند، یک مردم هم بد میبیند و هم میگوید. یک عده مردم هستند که هرچند شما را بد میبینند اما وابسته به مقام منصبشان، وابسته به جایگاهشان با شما خوش آمدگویی میکنند و حرفایی که دل شما میخواهد آن را میگویند. یک عده مردم هستند که واقعا در عوض پول با آنها فرق ندارد که چه کسی در قدرت است، همه ملت را میفروشد، همه دور مدار کشور را میفروشد، ثروت کشور را میفروشد، فرق ندارد، برای آنها زندگیشان گذرد تمام. خدمت شما را کردن میگیرد. در این حالت مردم به چند گروه تقسیم شد؟ گروه تقسیم شده رفتن میگیرد. همین وحدت است مگر؟ شما ببینید وحدت در سطح ملت نه، شما وحدت در سطح یک عائله را حالا تامین نکرده اید. عائله ها پراکنده اند، یک خانه به چند گجاها پراکنده است. شما در سطح یک عائله، در سطح یک خانه نتوانستید وحدت بیافرید. تمام تاجیکستان، در تاجیکستان خانه نیست که بجز چند نفر که دستنگری شما هستند از دست شما نان میخورند، بجز همین ها در تاجیکستان نفر نیست که اهل خاندانش در خارج پراکنده نباشد، در پراکندگی نباشد، فرزندانش زنده یتیم نباشند، زنش همسرش زنده بیوه نباشد. شوهرش زنده است لیکن همچون بیوه زندگی میکند، همچون بی شوهر زندگی میکند. همین وحدت است. بیایید به هم بیاییم در این باره فکر کنیم تا چی حد به ملت وحدت آفریدیم، تا چی حد این صلحی که ما کردیم به ملت فایده آورد، تا چی حد کشورمون رو آباد کرد، تا چی حد پیش رفتیم. حالا ببینید 10 نفر در این برنامه ها برآمد میکنند، در شبکه های اجتماعی با جانبداری از حکومت گپ میزنند. حتی ببینید برای آن که شما رو سفید کنند گپ سیاستمداران دیت که شده رفتگی است، بچگانه شده رفتگی است. سیاستمدار برای اینکه او حرفای قلبی نیست، از تگ دل نیست. اون حرفای نانتگویی است. شما را پشتیبانی میکند، هنر جمله آفری دارد، هنر نظر فریبی دارد، هنر دارد که این کلمه را به آن کلمه پیوست کرده گفته میتواند، از همون هنرش استفاده میبرد و حرف میگوید که باید شما آن را یا نکشید یا زندانش نکنید، بچه هایش را زنده یتیم نکنید، خودش را پشت پنجره زندان نبرید، جانش را خریده میگردد با همین سخن ها. همین وحدت شد.
همین وحدت شد مگر؟ نفرانی که حالا شما میگوید که برای وحدت ملی را دیدن، برای اونهایی که فهم دارن بس است که از تریزه خونه یک بار به کوچه نگاه کنی همین گپ ها را میگوید. آیا همین گپ هایتان صمیمی است؟ فقط شما هستید که این گونه حرف ها را میفروشید و در عوضش جانتان را میخرید، بیگاهی روزی به پیش فرزندانتان میروید. رفته میتوانید با این حرف ها. چرخ فلک گشت آمد، عدالت پابرجا شد، به این ملت روبرو شدید. پیشگاه این ملت چه جواب میدید؟ میگوید من جانم رو خریدم. میگوید آن روزها شما در سرسانی بودید، من این را توانستم که بیگاه پیش فرزندانم گشته بروم. من توانستم که شما زندان شدید، توانستم که با این حرفا زندان نشوم. پس چگونه شما خودتان را سیاستمدار و سیاستدان و سیاست شناس میدانید؟ اگر حرفایتان برای خریدن جانتان باشد، اگر حرفایتان برای خریدن این باشد که شما در عوض این باشد که شما بیگاه پیش فرزندانتان رفته تانید و پشت پنجره زندان نشوید، چگونه خودتان را سیاستمدار و سیاست شناس و سیاستدان میدانید؟ برای همین هم وقت آن رسیده است که شماها نفرانی که سیاست تحلیل میکنید، نبض جامعه میسنجید، از انصاف کار گیرید. از انصاف. حالا گفتن میگیرید مثلا این حال تاجیکستان نباید قانون محور باشد بلکه دولت محور باشد. یعنی حکومت هر چیز بالای ملت خواست بکند، حکومت نباید از ملت باید از حکومت چیزی طلب نکند. برای ملت شدن باید همین کار را کرد. آخر برای ملت شدن ملت باید مبارزه برد. برای ملت شدن دولت باید ملت را سرکوب کند بعد ملت می شود. این افسانه را از کجا یافتید؟ ملت سرکوب شده، ملت سرکوب شده ایستاده سر برداشته ملت شده میتواند؟ نمیتواند. ملتی که بر روی دنیا پراکنده کرده ایستاده، حالا این حکومت امروزه از بین رود هم چندین سال ها لازم است که باز به هم بیاید. حالا این ملتی که پراکنده شده ایستاده است، شما از روی انصاف بیاندیشید که این فرزندانش را راضی کرده میتواند به تاجیکستان ببرد. این ملتی که شما پراکنده کردید که در کشورهای غیر تعلیم میگیرند، تربیه میگیرند، دانش میگیرند، زبان میآموزند، حالا اکثریتشان زبان تاجیکی را نمیدانند، روند خودشان میروند، فرزندانشان را اکثریت برده نمیتوانند به تاجیکستان. شما همین گونه ملت را پراکنده کردگی هستید. همین است وحدت آفریدگیتان. همین است. برای همین خیانت آشکار را بس کنید. به خیانت آشکار بس گویید. درست است که از دست این حکومت نان میخورید. درست است که امروز از دست این حکومت نانتان را گویا در درونی ناخنک حلال کرده خورده ایستاده اید. در پیشگاه ملت جواب گفتن را اندیشه کنید. امروز ملت پراکنده است. امروز دارد وحدت، زنجیره های وحدت، سلسله های وحدت روز به روز دارد کنده شده، پراکنده شده می رود. و به این شما سببگار هستید. نفرانی که به حرفهای شما همچون شخصان اهل سواد، اهل ضیا، اهل تحلیل، اهل تحقیق مردم باور دارد.
شما مردم را فریب کرده ایستادید و این فریبگری ها باید جواب بگویید. با امید از پراکندگی نجات یافتن ملت، به امید وحدت واقعی، به امید فردای تاجیکستان، فردای گلگل شکفی تاجیکستان، فردای متحد ملت عزیز، برنامه امروزه را به آخر رسید میگویم. همگی سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.